از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. پایان پاسخ. همانطور که می‌دانید در سالهای اخیر شاهد نوعی افسونگرایی در بخش‌های مختلف نظام سیاسی ایران بودیم. منظورمان از افسون و افسانه مواردی همچون رمالی، رابطه با اجنه، موضع‌گیری‌های غیر طبیعی که حتی از سوی مذهبیون افراطی نیز محکوم می‌شود. به عنوان نمونه می‌بینیم که امام جمعه قم که مذهبی ترین شهر ایران در قرن 21 است، در سخنانی اعلام می‌کند رهبر جمهوری اسلامی هنگام تولد یا علی گفت. مواردی از این دست کم شمار نیستند. آنچه که موجب تعجب است، سکوت روحانیان و مراجع صاحب نام و بزرگ قم و نجف است. روحانیت شیعه همواره در تلاش بوده تا خود را از رمالی و مسائل اینچنینی ماوراءالطبیعی تفکیک کند. اما برخی به صراحت میگویند که روحانیت شیعه به جهت سکوتش اکنون در اوج ذلت خود در طول 100 سال گذشته است. دلیل این سکوت به گمان شما چیست و به طور کلی فکر می‌کنید این افسونگرایی بی سابقه ریشه در چه چیزی دارد؟ پایان پرسش. من نمیپذیرم روحانیت شیعه همیشه کوشیده باشد خود را از مسائل اینچنینی ماوراءالطبیعی جدا کند. ذهنیت روحانیان سرشار از این دست باورها به خواب و کرامت و پیشگویی است. حکایت‌هایی را که درباره آقای بهجت در این سالها نقل کردند به خاطر بیاورید. کتاب فروشی‌های مذهبی در ایران پر است از کتاب‌هایی درباره کرامات روحانیان گذشته. میان خرافات و اعتقادات مذهبی به سختی می‌شود مرز کشید. اعتقادات مذهبی آن دسته از باورها هستند که نهاد رسمی دین یعنی روحانیت تأیید می‌کند. خرافات آن باورهایی هستند که خارج از این نهاد تولید می‌شود. هیچ کدام از اینها بی سابقه نیستند. روحانیت خود را اقتدار انحصاری مذهب می‌خواهد و مسئول یگانه مدیریت امور مذهبی. دعوای محمود احمدی نژاد و روحانیت بر سر مرجعیت و اقتدار مذهبی است. اگر آقای بهجت ادعای ارتباط با امام زمان کند اشکالی ندارد، ولی آقای مشائی نمیتواند. به عبارت دیگر آقای احمدی نژاد و گروه او با دعاوی مذهبی پا در کفش روحانیت کرده است. روحانیت هم در شرایط کنونی پس از چراغ سبز آقای خامنه‌ای این آزادی عمل را دارد که آشکارا این جریان را انحرافی بخواند. مسئله اصلی نزاع بر سر قدرت سیاسی و اقتدار مذهبی است، نه محتوای ادعاهای دینی گروه احمدی نژاد. اسلام هسته‌ای و هراس روشنفکران. نشر نخست وبسایت رادیو زمانه تیر ماه 1394 جولای 2015 با عنوان روشنفکران و ترس از تابو و توده. فاجعه هیروشیما و سپس رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ روشنفکران غربی را به اندیشیدن و نوشتن درباره پیامدهای دنبال کردن برنامه هسته‌ای در کشورهای گوناگون جهان و نقد دولت‌ها برانگیخت. اما در ایران هنوز برنامه‌های هسته‌ای به مسئله روشنفکران بدل نشده است. در مقیاسی گسترده‌تر می‌توان گفت اساساً سیاست خارجی و روابط بین الملل به ویژه در 2 دهه اخیر در گفتار روشنفکری جایگاهی چشمگیر نداشته است. در روزگار برقراری اتحاد جماهیر شوروی و سازمان‌های چپ در ایران، به ویژه حزب توده، روشنفکران که اغلب گرایش و گروش چپ داشتند، به اقتضای ایدئولوژی مارکسیسم تحولات سیاسی بین المللی را دنبال می کردند
و سیاست خارجی را مسئله‌ای مهم در درون دستگاه فکری خود می‌دانستند. ولی وقتی اتحاد جماهیر شوروی از پا و جریان‌های چپ کلاسیک از رونق افتادند، سیاست خارجی موضوعی مخصوص سیاستمداران یا کارشناسان سیاسی قلمداد شد. مسائل روشنفکران دگرگون شد و سیاست خارجی به دشواری پیوندی با اولویت‌های فکری آنان یافت. دولت بر بحث عمومی درباره سیاست خارجی سیطره پیدا کرد. در ایران همانند کشورهای غیر دموکراتیک دیگر، کارشناسی سیاسی پیشه‌ای دولتی است. اتاق تصمیمگیری سیاسی به روی کارشناسان مستقل بسته و دیوارهای آن در برابر تأثیر بحث عمومی عایق بندی شده است. احزاب مستقل یا مخالف حکومت مجوز و مجال فعالیت ندارند و آزادی بیان به صورت سیستماتیک حتی با قانون هم نقض شده، چه رسد به رفتارهای خلاف قانون حکومت. اثرگذارترین رسانه یعنی رادیو و تلویزیون در انحصار حکومت قرار دارد. اینترنت نیز به طور گسترده‌ای محدود شده است. در چنین وضعیتی کارشناس سیاسی مستقل شغلی سراپا بی‌معنا و بیهوده به نظر می آید. از سوی دیگر سیاست خارجی ایران به شکل عمده‌ای خارج از نهاد دولت و در حلقه نهادهای زیر نظر رهبری تعیین و اجرا می شود. یعنی در همان چارچوب جمهوری اسلامی سیاست خارجی باز هم یک پله از نهادهای بظاهر دموکراتیک دورتر است. متولیان اصلی سیاست خارجی در ایران نظامیان و رهبر جمهوری اسلامی هستند و از همین رو مسائل سیاست خارجی را چونان مسائل امنیتی و نظامی وامی نمایند و با وضع قوانین نوشته و نانوشته راه را برای درگیر شدن قلمرو عمومی با آن از راه بحث و گفتگوی شهروندان می‌بندند. تبلیغات سخاوتمندانه حکومتی. حکومت درباره کار و بار خود در بیرون مرزها سخاوتمندانه تبلیغ می کند، ولی در اطلاع رسانی درباره همان مسائل سخت خست می ورزد. در نتیجه برای شهروند ایرانی منابع آگاهی از عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی بیشتر به منابع غیر ایرانی محدود می شود. در بسیاری اوقات غیر ایرانی بودن این منابع اعتبار و اعتماد پذیری آنها را از حیث بی‌طرفی مخدوش می کند. ما از رسانه‌های رسمی نه چندان چیزی از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کلان ایران در کشورهای گوناگون از جمله لبنان و عراق میشنویم، نه از میزان دقیق دخالت‌های نظامی و بودجه صرف شده ایران در سوریه. نه پرسش عمومی در این باره آزاد است، نه کنشی همگانی ممکن. افزون بر همه این قید و بندها ما شاهد محدودیت ارتباط و رفت و آمد شهروندان به کشورهای غربی به ویژه تبادل علمی و تعامل سیاسی مستقل از دولت با نهادها و دولتهای خارجی هستیم. این مسائل به جهل فراگیر و بی‌علاقگی مزمن شهروندان و حتی نخبگان در زمینه مسائل سیاست خارجی دامن زده است. این جهالت تحمیلی سیستماتیک با عناصری کهنه در فرهنگ سیاسی ایران در هم می‌آمیزد. عناصری چون خودبرتربینی در برابر همسایگان، توطئه اندیشی به مثابه روشی آسان برای مفهوم کردن آشوب‌ها و بحران‌ها و روندهای پیچیده، ایده مشوش ملیت و فقدان مبانی استوار نظری برای تعریف منافع ملی مستقل از مصالح رژیم سیاسی. اینها باعث شده اغلب تحلیل‌ها و تفسیرهای وقایع در تار و دام تصورات خام و نسنجیده گرفتار شوند و با آنچه در جهان آزاد و کشورهای دموکراتیک به مثابه تحلیل سیاسی شناخته می شود بیگانه باشند. یک نگاه به روزنامه‌های پرشمارگان پایتخت ایران
و روزنامه‌های مشابه در پایتخت‌های کشورهای غربی می‌تواند این فاصله را به روشنی نشان دهد. در حاشیه ماندن سیاست خارجی، بی‌اعتنایی روشنفکران به مسائل سیاست خارجی ریشه‌ها و سویه‌هایی بس بیشتر از آنچه آوردیم دارد. بسیاری روشنفکران در عین آنکه منتقد سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در زمینه سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ هستند، وقتی نوبت به سیاست خارجی می‌رسد، دچار پریشانی و سرگشتگی می‌شوند. به ویژه مرز میان منافع ملی و مصلحت نظام در چشم آنان کمرنگ می‌شود. چند و چون منافع ملی در کشورهای دموکراتیک متفاوت است. اولاً منافع ملی مسئله است برای بحث عمومی آزاد. ثانیاً دولت مرجع انحصاری تعریف و تعیین آن نیست و نهادهای سیاسی و مدنی نیز در شناسایی و عیارسنجی آن نقش مؤثر دارند. ثالثاً مسئولیت انحصاری تأمین و پاسداشت آن نیز بر دوش دولت نیست، بلکه تک تک شهروندان در تحقق و حفاظت آن به قدر طاعت و قدرت خود مسئول شناخته می شوند. رابعاً نه تنها منافع ملی را با رفتار دولت نمی سنجند که به عکس رفتار دولت را با معیار منافع می سنجند و می توان بر مبنای منافع ملی دولت را نقد کرد، صدای اعتراض بالا برد، علیه آن راهپیمایی کرد و در روندی مسالمت‌آمیز آن را تغییر داد. اما در جمهوری اسلامی زمین منافع ملی ملک تلق دولت است. حکومت حق و امتیاز انحصاری خود می‌داند که آن را هم تعریف کند هم به عمل درآورد. از شهروندان بخواهد مصلحت نظام و منفعت ملی را یکی بدانند تا مخالفان خود را مخالفان منافع ملی بنامد و بدین شیوه زیر تیغ سرکوب بگذارد. همچنین با ابلاغ بخشنامه‌هایی به روزنامه‌ها آنها را از طرح این یا آن مسئله باز دارد. تشخیص مصلحت نظام حق انحصاری ولی فقیه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی اوست. هرچه جامعه نخبگان در مسائل مربوط به سیاست داخلی از جایگاه منافع ملی نقادانه بر حکومت میتازد، در زمینه مسائل سیاست خارجی در چشم بسیاری نخبگان مرز میان منافع ملی و مصلحت نظام نامرئی است. در مسائل سیاست داخلی تمایز گذاشتن میان ایران و جمهوری اسلامی بسیار آسانتر است تا در مسائل سیاست خارجی. رفع این تمایز یکی از مهمترین سیاست‌های حکومت بوده و تا اندازه زیادی در این کار کامیاب شده است. در نتیجه جمهوری اسلامی منتقدان سیاست خارجی خود را با اطمینان به نفس بیشتری خائن به ایران مینامد تا منتقدان سیاست داخلیش را. مقبولیت سلطه با تقلب. بسیاری از سیاست‌های اشتباه یا زیانبار جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از روشنفکران یا مقبول است یا ایراد مهمی نیست. چند نمونه از این سیاست‌ها: سیاست صدور انقلاب، اقتدار طلبی، ترویج اسلام انقلابی، تضعیف نهاد دولت در کشورهای همسایه و در عوض قدرتمند کردن سازمان‌های مسلح تندرو، برانگیختن تنش‌های فرقه‌ای و اسرائیل ستیزی مطلق. بسیاری از نخبگان و روشنفکران بلند پروازی‌های منطقه‌ای ایران را ستایش می‌کنند و باور دارند که انگیزه‌های جمهوری اسلامی در این میان اهمیتی ندارد. آنچه در عمل حاصل می‌شود گسترش نفوذ و اقتدار ایران است در برابر عرب‌ها، ترک‌ها و دیگران. از حمله اعراب تا به امروز شالوده اصلی حکومت در ایران سلطه با تقلب است. یعنی هر که شمشیری برنده تر و لشکری پرشمارتر و زندانی بزرگتر داشته توانسته بر کرسی قدرت بنشیند. اگر چنین حکومتی تداومی طولانی و با اقتدار بیابد، دیگر صرف وجود و بقای آن پرسش مشروعیت را نامربوط جلوه می دهد.
امروزه با چنین وضعی روبرویم. تمنای تغییر رژیم دیگر از سوی گروه‌ها یا شخصیت‌هایی بیان نمی‌شود که پایگاه اجتماعی گسترده دارند یا می‌خواهند داشته باشند. جمهوری اسلامی به نظر واقعیتی موجود و در آینده‌ای پیش‌بینی پذیر، مستدام و مستقر می‌آید. از همین روست که بسیاری از روشنفکرانی که خویشاوندی فکری با جمهوری اسلامی ندارند، منش دوری گزینانه و ستیزه جویانه خود را در قبال دولت کنار گذاشتند. گروهی از آنان به امید آنکه بتوانند در حدودی مقبول فعالیت فکری خود را بدون گزند گزمگان ارشاد و اطلاعات پیش ببرند، از مرزهایی که حکومت برای رفتار و گفتار و حتی اندیشیدن گذاشته بر نمی‌گذرند. برخی دیگر از این نیز پا را فراتر می‌گذارند و حتی می‌کوشند از امکانات دولتی برای کسب و کار فرهنگی بهره بگیرند. در دایره المعارفی کار کنند، مجله‌ای درآورند، همایشی سازمان دهند یا مرکزی بنیاد نهند. عبور از مرزها در شرایطی که حکومت هزینه‌های آن را هنگفتر و گزافتر از همیشه کرده و نیز خون آرمانگرایی در رگ شهروندان و نخبگان خشکیده، کار جنون آمیز قلمداد می شود. مرز شکنی که روزی فضیلت به شمار می آمد و قربانیش در قاب شهادت جلوه می فروخت، امروزه تحوری دلقکانه و ساده لوحانه انگاشته می شود. مرز شکن پیش از آن که با سیلی و سلول حکومت مجازات ببیند، در برابر سیل و سؤال همگنانش در هم می پیچد و در خود فرو می شکند. همه این اسباب و علل به عوام زدگی سیاست خارجی انجامیده است. ما در قلمرو عمومی نه سیاست خارجی ایران چندان می دانیم، نه پروا یا دلیری بازخواست حکومت را در این باره داریم، نه آن اندازه سیاست خارجی را در سیاست داخلی به طور جدی اثرگذار می شماریم. در عوض هرچه هست پژواک مکرر و ملال‌آور تبلیغات حکومت از زبان مردم است. هرچه دولت بگوید حق مسلم ماست. مردم کف زنان و هلهله کنان باز میگویند و هرچه صاحب مصلحت نظام غرور ملی بنامد، از غرور بدان در پوست نمی گنجند. جای خالی نقد مردم. نقد سیاست خارجی نقد حکومت تنها نیست، نقد مردم نیز هست. قربانی نقد حکومت حتی اگر بهای خامه اش خون باشد، سرفرازانه بر روی سکوی قهرمانی می ایستد، ولی نقد مردم در جامعه‌ای توده‌ای منتقد را زیر آوار خشم و هیاهوی انبوهان خار و خرد می کند. روشنفکران امروزی اغلب اگر هم حاضر باشند به نقد دولت خطر کنند، از گرداندن پیکان نقد به سوی رویکردهای اجتماعی به سیاست و فرهنگ سیاسی می پرهیزند. زیرا اگر خود عوام زده نباشند، باری از خنجر خصومت عوام می گریزند. درباره جای خالی نقد مردم و واکنش‌های حکومت می توان اینگونه بیان کرد که هر قدر مسئله این سرنوشت سازتر، بحث عمومی درباره آن دشوارتر، اطلاعات درباره آن کمتر، عملکرد دولت در آن باره مبهمتر و تارتر، اهرم‌های فشار شهروندان برای وادار کردن حکومت به مسئولیت پذیری سست‌تر، انواع و اقسام توهم‌ها و توطئه اندیشی‌ها درباره آن بیشتر، تبلیغات جمهوری اسلامی در آن باره اثرگذارتر، جوشاندن دیگ احساسات و بسیجیدن عواطف اقتدارگرایانه اسلامی یا ناسیونالیستی در آن باره آسانتر، یاری پنهان مردم به حکومت برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی و نیرومندتر کردن ارگان حکومت و در نتیجه نابود کردن امر سیاسی در داخل کشور پرشورتر. شهروندی که به سیاست داخلی دولتی خورده می‌گیرد و آن را آغشته فساد و ظلم می‌نگرد، در سیاست خارجی همان دولت
عیب عمده‌ای نمی‌بیند یا در سیاست داخلی برای آن دولت نه مشروعیت قائل است نه به گفته و کرده‌اش اعتمادی دارد، ولی پیامدهای سیاست خارجی او را بی خطر یا حتی سودمند برای عاقبت ایران و منافع ملی میپندارد، بر سر شاخه نشسته بن میبرد. حکومتی که با سیاست خارجی اقتدارگرایانش روز به روز بیشتر تثبیت شود، درآمد آن اقتدارگرایی موفق را هزینه اقتدارگرایی در داخل خواهد کرد. چنین وضعیتی بر مصونیت حکومت در برابر منتقدان سیاست داخلیش می‌افزاید و منتقدان آشکارش را به همدستان پنهان، ناخودآگاه و ناخواسته خیش بدل می‌سازد. برای دستیابی به جامعه‌ای دموکراتیک نیازمند انقلابی سراسری در فرهنگ سیاسی هستیم. انقلابی که روشنفکران در آن هیچ نقش رهبری ندارند ولی به یک معنا پیشگامان آنند. نقد فرهنگ سیاسی باید از خود جامعه روشنفکری آغاز شود. جامعه‌ای که در آن روشنفکران و نخبگان روز به روز از اثرگذاری گسترده خود نومیدتر می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. چه بسا پیشرفت نقادی فرهنگ سیاسی بتواند به شکلی دیگر از نو توانایی اثرگذاری اجتماعی را به جامعه نخبگان بازگرداند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نیز سیاست هسته‌ایش سودمند یا زیانبار مسئول دارد. مسئول آن تنها حکومت، تصمیم گیران سیاسی یا مردم نیستند. روشنفکران نیز در آنچه هستیم و به سویی که ره سپاریم مسئولند. نقادی از خود نشانه مسئولیت پذیری است و تنها نخبگانی میتوانند با دلیری و دانایی کارنامه دولت و راه و رسم مردم را نقد کنند که نخست با خودسنجی ذهن و زبانشان از عهده مسئولیت خود در تکوین و تداوم وضع موجود برآمده باشند. رقابت بر سر توده. نشر نخست، وبسایت BBC فارسی، بهمن ماه 1390 فوریه 2012 با عنوان نبرد روحانیت و حزب بر سر توده مردم. رضا شاه پهلوی که برافتاد گمان می‌رفت روحانیت نفس راحتی می‌کشد و بی سختگیری‌های دولتی آزادی رفته را باز می‌یابد. تا حدودی چنین نیز شد. سال 1320 خورشیدی آغاز رویدن یکباره مؤسسه‌های مذهبی و نشریه‌های اسلامی بود. با این همه رفتن ناگزیر رضا شاه برای دیگران نیز آزادی‌هایی آورد که روحانیت را خوش نمی آمد. از جمله حزب توده نیز در همین هنگام تأسیس شد. روحانیت خود را در برابر رقیبان تازه‌ای دید که برخلاف رضا شاه از محبوبیت مردمی برخوردار بودند. حزب توده چیزی را از روحانیت می گرفت که حکومت رضا شاه نتوانسته بود: مردم. چپ جهانی در نظریه، محلی در واقعیت. ژیل دولوز در پاسخ به پرسش کلر پرنه درباره معنای چپ این ایده را پیش می کشد که چپ بودن پیش از هر چیز فهمیدن جهان است. در نتیجه فرد چپگرای اروپایی مشکلات جهان سوم را آنقدر نزدیک و جدی می‌بیند که حتی از مشکلات محله خودش هم واقعی‌تر و مهمتر به نظر می‌آیند. از نظر دولوز چپ نبودن عکس آن است، یعنی توجه را متمرکز کردن بر خیابان یا کشوری که زندگی می‌کنیم. اما دیدی اریبون در کتاب بازگشت به رنس که روایتی خودکاوانه از زندگی اوست می نویسد که پدر و مادرش کمونیست شدند، اما نه به دلیل آنکه اهمیت چندانی به جهان و آنچه در آن جاری است می دادند، بلکه کمونیست شدن آنها و بسیاری از دیگر از عامه مردم فرانسه در فاصله دهه 50 تا 70 میلادی سده 20 دلایل و انگیزه های یکسر محلی داشت. گرچه آنها در برابر امپریالیسم آمریکا در کنار شوروی قرار می گرفتند،
اما سیاست خارجی چندان ذهن مردم عادی به ویژه زنان را که کمتر از مردها کمونیست نبودند مشغول نمی کرد. در میان عامه مردم، در میان طبقه کارگر، سیاست چپ پیش از هر چیز نفی بسیار عملگرایانه آن چیزی بود که مردم در زندگی روزمره بدان تن می‌دادند. کمونیست شدن یا چپگرا شدن عامه مردم بیشتر از سر اعتراض بود تا پروژه‌ای سیاسی که از چشماندازی جهانی الهام گرفته باشد. مسئله مردم، ایران نه جهان. حزب توده نه تنها توانست توده مردم را جلب کند که روشنفکران را نیز شیفته آموزه‌های خود کرد. یکی از تفاوت‌های مهم حزب توده با فرقه کمونیستی یا دیگر احزاب چپگرای پیش از خود توانایی آن برای یارگیری از میان روشنفکران غیر آذری و غیر ارمنی بود. اما سرمایه گرانبهای این حزب مردم عادی بود. با سازماندهی بی سابقه و مدرن، حزب توده ذهن و قلب بسیاری را خرید. حتی کسانی را که به درستی توانایی خواندن و نوشتن نداشتند، چه رسد به فهم سیاسی و فلسفی کمونیسم. توده‌ای بودن برای مردم عادی معنایی داشت متفاوت با آنچه رهبران سیاسی و روشنفکران از آن در می‌یافتند. برای بسیاری از رهبران سیاسی چپ و نیز مخالفان آنها، حزب توده ابزار مؤثر نفوذ ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی در ایران بود. اما همانطور که دیدی اریبون درباره مردم عادی فرانسه در اوایل نیمه دوم سده 20 میلادی میگوید، برای مردم کوچه و بازار مسائل روزمره اقتصادی و سیاسی کشور و شهرشان اهمیت بسی بیشتر داشت تا سیاست خارجی. کارگرها و دهقانها و اهل مشاغل خرد دیگر به این سبب به حزب توده نمی‌گرویدند تا موازنه قوامیان غرب و شوروی را به سود دومی برهم زنند. مسئله آنها نان و آب و بهداشت برای همه بود تا چیز دیگر. جهان وطنی و جهان شهری گفتاری انتزاعی و روشنفکرانه است و مردم عادی به دشواری با آن پیوند برقرار می‌کنند. مسئله نان نه ایمان. در شعر کسی که مثل هیچ کس نیست، قهرمان آرمان شهری فروغ فرخزاد کسی است که می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و غیره. این شعر آخرالزمانی بازتابی از روح زمانه است. در دهه‌های 20 و 30 و حتی پس از آن، کمونیست شدن یا توده‌ای شدن بیش از آن که گرایش به مسلکی سیاسی با بردوباری جهانی باشد، اعتراض به بی‌عدالتی بود. بی‌عدالتی حکومت و همه کسانی که همپیمان و همپیاله آن بودند. بازاری‌ها، روحانیت، مالکان بزرگ و خوانین یا همان مثلث زر و زور و تزویر. در میان عامه مردم تأکید اکید کمونیسم بر عدالت بود که پرجذبه بود، نه مبانی فلسفی ماده باورانه و الحادی آن یا رویکرد جهان وطنی آن به سیاست و اقتصاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی روحانیان بسیاری از هواداران حزب توده را به زندان انداختند و در زندان با آنها به بحث نشستند تا آنها را توبه کار کنند، در شگفت شدند وقتی دیدند که جدا از رهبران حزب توده بسیاری از اعضای این حزب افرادی مسلمانند و به خدا و پیامبر و بسیاری دیگر از معتقدات اسلامی باور دارند. در آن سالها همان روحانیان می گفتند که بسیاری از توده‌ای‌ها کمونیست اقتصادی اند، نه کمونیست اعتقادی. یعنی تنها به نظریه‌های اقتصادی کمونیسم باور دارند و منکر خدا و مابعد و طبیعت نیستند. تجدد، زنان و علم. حزب توده در دهه 20 و 30 یکی از نمادهای اصلی تجدد در ایران بود. خواست برابری، البته برابری میان زن و مرد را نیز در بر داشت. زنانی که هواخواه ایده‌های چپ می شدند، زنان تحصیل کرده طبقه متوسط و گاه طبقه بالای جامعه بودند.
در آن دوره به دشواری زنان تحصیل کرده ای میشد یافت که دل در گرو حزب توده و وعده‌های پیشرفت گرایانه آن برای بشریت نداشتند. تنها بر پایه دریافتی جدید از عدالت بود که زنان می توانستند حقوق و نقش اجتماعی تازه‌ای برای خود تعریف کنند. حکومت رضاشاه پهلوی می‌کوشید زنان را با الگوی زن متجدد آشنا کند. اما خودکامگی آن حکومت الگوهای آن را برای زنان حق‌ها و برابری طلب بیکشش می‌کرد. گرایش و گروش به حزب توده، غربی شدن بدون اتهام غرب زدگی و حتی همراه با غرب ستیزی بود. در حالی که الگوی زن متجدد حکومت رضاشاه یکسره غربی بود. روحانیتی که سخت از آزادی زنان می‌هراسید و از حکومت رضاشاه بدین رو بیزار بود، کمونیسم را ایدئولوژی خوشباشی و بیبندوباری می‌دید که در پی سوزاندن ریشه دین و دینداری است. کمونیسم خود را ایدئولوژی علمی فرانمود. علم در آن سالها چونان قدرت مطلقه‌ای جلوه می‌کرد که به سان رودی خروشان پیش می‌رود و دیر یا زود سد سدید خرافات را می‌شکافد و می‌شکند. داروینیسم نظریه‌ای بود که از زیست شناسی به جامعه شناسی سرایت کرده بود. در برابر علم و فهم علمی از جهان، تاریخ، جامعه و حکومت، بساط دیانت تنها خرافه شمرده می‌شد. روحانیان پاسداران اصلی خرافات و طامات به شمار می آمدند. موجی که از مشروطیت آغاز شده بود به یک باره بالا گرفت. دانش حوزویان در چشم نسل جدید بیدانشی جلوه داده می شد. حزب توده روحانیت را نیروی ارتجاع نامید. البته در عمل این حزب بارها با روحانیان مصالحه کرد و حتی در دوران انقلاب ایران از رهبری آیت الله خمینی پشتیبانی نمود و صادق خلخالی را نامزد خود در انتخابات مجلس معرفی کرد. در مقام نظر روحانیان نیروهای پسرونده‌ای بودند که میان چرخ و دنده تاریخی که مدام رو به پیش دارد خرد و خار خواهند شد. تجدد و علم جدید ملازم منطقی نفی روحانیت و دیگر تجلیات اجتماعی دین دیده میشد. حزب توده نه تنها سرمایه اجتماعی روحانیت یعنی مردم که حتی سرمایه نمادین دیگر آنها را که شأن و جایگاه علمیشان بود آماج قرار داد. اجتهاد در سرمایه‌داری و کمونیسم. شالوده ایده مارکسیسم دریافت اقتصادی آن از تاریخ بود. اما برای روحانیان اقتصاد و تاریخ رشته‌های بیگانه بودند. روحانیت به درستی نمی‌توانست آموزه‌های بنیادی مکتب کارل مارکس را دریابد. برای روحانیان در دهه 20 و 30 تحلیل اقتصادی یا فلسفه تاریخ نه اهمیت داشت، نه در سنت نظریه‌ای برای آن موجود بود. توجه روحانیان بیش از هر چیز به سرشت الحادی کمونیسم عطف شد. تنها سرمایه و دستمایه روحانیان برای پیکار با فلسفه ماده باورانه کمونیسم حکمت الهی یا فلسفه اسلامی بود. مهمترین نماینده فلسفه اسلامی در آن دوره محمد حسین طباطبایی در خانه خود در شهر قم مجلس درسی برقرار کرد در نقد مبانی فلسفی کمونیسم. اما آشنایی او و شاگردانش از کمونیسم محدود به جزوه‌ها و مجله‌های فارسی حزب توده بود. حاصل این درس‌ها کتابی با عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم شد که با پانوشت‌های مرتضی مطهری در سال 1332 به چاپ رسید. این کتاب بر پایه نوشته‌های تقی ارانی، بنیانگذار فکری حزب توده، ایده‌های فلسفی کمونیسم را نقادی می‌کرد. مطهری در پیشگفتار کتاب نوشت: با آنکه تقریباً 15 سال از مرگ دکتر ارانی می‌گذرد، هنوز طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک در ایران توانستند بهتر از او بنویسند. دکتر ارانی در اثر آشنایی به زبان و ادبیات فارسی و آشنایی فی‌الجمله به زبان عربی، ماتریالیسم دیالکتیک را سر و صورتی بهتر از آنچه مارکس و انگلس و لنین و غیرهم داده بودند داده است
و از این جهت کتاب‌های فلسفی وی بر کتاب‌های فلسفی پیشینیانش برتری دارد. سراسر کتاب 5 جلدی اصول فلسفه و روش رئالیسم بر این گمان استوار است که نوشته‌های ارانی بهترین نمونه آثار درباره مارکسیسم است. کسی که جهانبینی فلسفی مارکسیسم را از منابع اصلی آن بشناسد، کتاب محمد حسین طباطبایی و پانوشت‌های شاگردش را نقدی کم و بیش بی ربط می‌یابد. اما روحانیان مدعایی بزرگتر داشتند. اسلام برای آنان ایدئولوژی بود که همه نیازهای این جهانی و آن جهانی انسان را برآورده می‌کند، در حالی که ایدئولوژی‌های غیر مذهبی از جمله کمونیسم در پی تأمین رفاه و خوشبختی زمینی آدمی هستند. چنین ادعایی روحانیان را وادار کرد که در برابر هرچه ایدئولوژی‌های دیگر پیش می‌گذارند قرینه اسلامی بسازند. در دهه‌های بعد بود که متکلمان اسلامی مانند مرتضی مطهری به نوشتن فلسفه تاریخ با مبانی اسلامی روی آورند و نویسندگانی چون علی شریعتی با گرته برداری از تبیین اقتصادی مارکسیستی تاریخ، تبیینی اقتصادی از تاریخ اساطیری اسلامی و شیعی به دست دهند. بحث درباره اقتصاد اسلامی به تدریج آغاز شد، بدون آنکه هنوز هم مایه و معنایی داشته باشد. جدا از جنبه الحادی کمونیسم که آشکارا ناپذیرفتنی بود، مذهبی هایی که سودای رویارویی با حزب توده و ایدئولوژی آن را داشتند، به شکلی نهانی و ناهوشیار زیر تأثیر آن قرار گرفتند. بخشی از این تأثیر پذیری مرعوب شدن روحانیت در برابر قدرت حیرت انگیز حزب توده در سازماندهی و بسیج اجتماعی بود. آرزوی روحانیت آن بود که روزی بتواند همان الگوی حزب توده در ایجاد شبکه اجتماعی را در عمل برای خود پیاده کند. احتمالاً تأسیس حزب جمهوری اسلامی پس از انقلاب بر پایه همین آرزو و الگو برداری صورت گرفت. پاره‌ای دیگر از اثرگیری‌ها نیز جنبه‌ای فکری داشت. برای نمونه مرتضی مطهری در کتابی که پس از کشته شدنش چاپ شد نوشت: فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدثه کم و بیش بحث‌هایی کرده و می‌کنند، ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است. زیرا ابتدا چنین تصور می رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازین مقرر کرده است. تجارت، اجاره مستغلات، مزارع، مضاربه، مساقات، شرکت‌ها، همه اینها سرمایه‌داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین کرده است. اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه‌داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه است و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد. این کتاب تصویری از مطهری به دست می‌داد که سخت زیر تأثیر نظریه اقتصادی مارکسیسم است. کتاب بیدرنگ جنجال آفرید. روحانیانی چون محمد رضا مهدوی کنی، دبیر جامعه روحانیت مبارزه تهران، به آیت الله خمینی شکایت بردند و نسخه های برجامانده کتاب از کتاب فروشی ها جمع‌آوری و خمیر شد. روحانیان جز آنکه دستگاه واژگانی و اصطلاحی مارکسیسم را عاریه بگیرند و در متون مذهبی به دنبال رد و قبول آن بگردند، کار چندانی نمی‌دانستند. نه اقتصاد نه تاریخ با مفاهیم کهنه فهم شدنی نبود. پس کانون اصلی مبارزه با حزب توده و مارکسیست ها را مسائل اعتقادی قرار دادند تا اقتصاد و سیاست. حتی پس از پیروزی انقلاب رهبران روحانی و نزدیکان آنها می‌کوشید نزاع سیاسی با چپ‌ها را نبردی عقیدتی وانمایند تا کار هم از نظر فکری ساده تر باشد، هم برای مردم مذهبی فریبنده تر. در مناظره های تلویزیونی سال 1360 قصد اصلی بحث ایدئولوژیک به جای بحث سیاسی و اقتصادی برای از میدان به در کردن رقیب‌های چپ بود
به جای نمایش جنگ قدرت با حزب توده و دیگر سازمان‌های چپ، روحانیان می‌خواستند به مردم بگویند مخالفان ما مشتی بیدین و لاابالی هستند و مسئله کفر و ایمان است، نه رقابت سیاسی و اقتصادی. آنان در این کار تا اندازه بسیاری کامیاب شدند. شکست رقیب با زور. روحانیت که به جذابیت فریبنده حزب توده برای طبقه تحصیل کرده و نیز قدرت بسیجگری این حزب در قبال عامه مردم غبطه می‌خورد، رقیب را در مبارزه‌ای برابر از میدان به در نکرد. برای استقرار حکومت روحانیان پس از انقلاب 57 نخست لازم بود از فضای ملتهب آن سالها برای محبوبیت زدایی از حزب توده بهره گرفته شود. مناظره‌های تلویزیونی میان رهبران حزب توده مانند احسان طبری و نورالدین کیانوری و ایدئولوژهای جمهوری اسلامی یکی از ابزارها برای تبدیل جنگ سیاسی به جدال میان کفر و ایمان بود. روحانیان دریافته بودند که برای سرکوب سیاسی حزب توده باید نخست سویه‌های الحادی آن را برجسته کنند. چندی بعد بازداشت سران و اعضای حزب توده آغاز شد. با آنکه سیاست رسمی حزب حمایت از روحانیان تندرو در برابر طرفداران لیبرالیسم و امپریالیسم آمریکا بود. از نظر روحانیان آنچه زنگ پایان مرگ حزب توده را به صدا درآورد اعترافات تلویزیونی و مکتوب احسان طبری بود. پس از تقی ارانی، احسان طبری پیامبر ایدئولوژیک حزب توده قلمداد میشد که نوشته‌هایش را روحانیان درگیر با حزب توده با دقت می‌خواندند. شکست چهره او با ادعای گرویدن به مسلمانی و باور به حقانیت جمهوری اسلامی ابهت چند دهه‌ای حزب توده را فرو ریخت. شاید اگر حزب توده در مقام سازمانی مخالف اما قانونی به حیات خود ادامه میداد، با بی‌تدبیری‌های رهبرانش و نیز فروپاشی شوروی خود به خود به حاشیه رانده میشد و اهمیت خود را از دست میداد. اما روحانیت تازه به قدرت رسیده کینه‌ای دیرینه از این حزب داشت و آنقدر آسیم سر بود که نمیتوانست اجازه دهد حزب توده به مرگی طبیعی چشم از جهان سیاست فرو بندد. پینویس‌های مربوط به این نوشتار را میتوانید در صفحه 535 پیگیری کنید. انسانشناسی تقلید و صناعت فتوا. نشر نخست وبسایت BBC فارسی مرداد ماه 1392 آگوست 2013. فتوای آیت الله بیات درباره جواز نوشیدن آب برای روزه‌دار بی‌تاب از تشنگی سزاوار توجه است. روزه از مناسک اصلی اسلام است. با این همه ابداع پیامبر اسلام نیست، بلکه ریشه در ادیان پیش از اسلام دارد. در قرآن شریعت به معنای راه به کار رفته، نه قانون یا فقه. جزئیات هیچ یک از عباداتی که امروزه مسلمانان انجام می‌دهند در قرآن به طور کامل نیامده است. حتی بسیاری از این جزئیات در حدیث پیامبر نیز نیست و صحابه نیز نمی‌توانستند شاهد همه رفتارهای عبادی پیامبر در خلوت و جلوت باشند. در نتیجه بسیاری از آنچه احکام عبادات نامیده می شود محصول دانش فقه است که حدود 2 سده پس از درگذشت پیامبر و به ویژه با رساله شافعی بنیاد نهاده شد. این دانش بیشتر به سنت رفتاری امامان شیعه یا صحابه پیامبر ارجاع می دهد. آنچه درباره جزئیات روزه در دانش فقه آمده ارتباط اندکی با 23 سال دعوت محمد پیامبر اسلام دارد. در جزیره العرب روزه مانند نماز و حج و دیگر مناسک عبادی در ادیان و سنن پیشا اسلامی جاری بود. پیامبر اسلام شکل و شمایل آنها را قدری اصلاح کرد، اما اصل آیین‌ها تباری کهن داشتند و برای مخاطبان پیامبر دعوت او به برگزاری آنها غریب نبود. نوشیدن آب در حال روزه‌داری یا فتواهای از این دست را که بیشتر با واقعیت‌های انسانی سازگار است، با 2 رویکرد می‌توان مطالعه کرد.
چه اندازه این فتواها پشتوانه‌ای تاریخی در قرآن و عصر پیامبر دارند و رویکرد دوم آنکه چرا این فتواها اهمیت اجتماعی پیدا می‌کنند. این نوشته به نکته نخست اشاره و بر نکته دوم تمرکز می‌کند. روزه آیینی اختیاری. در قرآن آیات مربوط به روزه تنها در آیات مدنی است نه مکی، یعنی آیاتی که بر پیامبر در دهه پایانی زندگیش در مدینه نازل شده است. روزه در بسیاری از این آیات جبرانی است بر کار دیگر، فدیه یا کفاره است، نه عبادتی مستقل. مثلا در صورت شکستن سوگند یا اظهار و ناتوانی از پرداخت کفاره آن یا ناتوانی در پرداخت دیه قتل غیر عمد آمده است فمن لم یجد فصیام، کسی که بنده ای برای آزاد کردن نیابد روزه بگیرد. آیات مربوط به روزه در ماه رمضان 5 آیه پیاپی در سوره بقره است، از آیه 183 تا 187. عبدالمجید الشرفی، اسلام شناس برجسته تونسی، در مقاله این 5 آیه را بررسیده است و نتایجی که او از این مطالعات تاریخی خود درباره این 5 آیه گرفته با برداشت فقهی که سرشتی ناتاریخی دارد سازگار نیست. ابهام‌های بسیاری درباره زمان نزول این آیات، چگونگی یا پیوستگی آنها و مهمتر از همه تأویل آنها وجود دارد که روش شناسی فقهی از پس پاسخگویی بدانها بر نمی آید. یکی از نتایج الشرفی با رهیافت تاریخی خود به این آیات از جمله به این نتیجه رسیده است که حکم وجوب روزه ماه رمضان با دستور پیامبر به ویژه پس از فتح مکه شکل گرفته است. همان گونه که ابن حزم اندلسی از فقیهان برجسته تاریخ اسلام نیز بدان اشاره کرده و تأکید برده که هیچ دلیلی نیست پیش از این تاریخ آیات روزه نازل شده باشد. جدا از این، بایسته بودن روزه از نظر الشرفی به شکلی که فقیهان میگویند در زمان پیامبر نبوده است. در روزگار پیامبر شخص میتوانسته روزه بگیرد و در صورت دشوار بودن روزه گرفتن میتوانسته به جای آن به بینوا یا بینوایانی قضا بدهد. یعنی بدون آنکه مسئله قضای روزه در میان باشد، کسانی که توانایی روزه گرفتن را نداشتند روزه برای همیشه از ذمه آنها بیرون میرفت. به نوشته الشرفی اساساً روزه گرفتن آیینی برای نیایش و پرستش بود و خود به خود اهمیتی نداشت. اما پس از پیامبر بنا به ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی، مناسک و آیین‌های اسلامی یک دست شد. به ویژه پس از شکلگیری مصحف عثمان. با شکلگیری مکاتب فقهی، فقیهان چشم بر اهداف و مقاصد عبادات بستند و به شکل ظاهری آنها اهمیت دادند و شاخ و برگ‌هایی بر آن افزودند و بدانها نام تقدس بخشیدند. آنقدر این تقدس بخشی نیرو گرفت که فقیهان حتی حکم کردند تظاهر به روزخواری در ماه رمضان حرام است. از نظر الشرفی این حکم مصداق کامل نفاق و درویی است که با روح اسلام فراخوانی به اخلاص و پرستش آزادانه می ستیزد. چگونه مرجع تقلید مناسب خود را برگزینیم؟ نهاد مرجعیت تقلید عمری بیش از 200 سال ندارد. رابطه میان مجتهد و مقلد به ویژه پس از ورود تلگراف به ایران به یمن ابزارهای ارتباطی شکل گرفت و گسترش یافت. ایده تقلید از اعلم نیز به همین اندازه جدید است. در رساله‌های عملیه فقیهان شرط می‌کنند که مقلدان باید از مجتهد مرد عادل عاقل بالغ شیعه 12 امامی حلالزاده و زنده‌ای تقلید کنند که از دیگر مجتهدان عصر خود عالم‌تر است، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدان زمان خود تواناتر است.
پرسش آن است که عالم‌تر بودن را چگونه میتوان اندازه گرفت و فهمید. فقیهان میگویند از سه راه. خود مقلد یقین کند، 2 نفر عالم و عادل گواهی کنند، عده‌ای از طلبه ها که قدرت تشخیص اعلم را دارند گواهی کنند. روشن است که اوصافی چون عدالت و اعلمیت اثبات ناپذیرند و بیشتر به موقعیت‌های اجتماعی افراد ارجاع می‌دهند تا به حالات درونی یا دانش فقهی آنها. باری، مقلد یا باید از یک مجتهد اعلم تقلید کند و در همه مسائلی که او فتوا صادر کرده پیرو او باشد، یا آنکه راه احتیاط برگزیند، یعنی در هر مسئله به فتوای آن مجتهد زنده‌ای عمل کند که به احتیاط نزدیکتر و در نتیجه دشوارتر است. به ندرت کسی چنین می کند. مقلد نمی تواند طبق تصور رایج فقهی به دلخواه خود مجتهدش را برگزیند یا در برخی مسائل به فتوای یک مجتهد و در مسائل دیگر به فتوای شخص دیگری عمل کند. همچنین مقلد مجاز نیست بر اساس آسان بودن فتواهای یک مجتهد یا امروزی بودنش یا هر معیار دیگری مرجع تقلید خود را برگزیند، به جز شرایط مجتهد اعلم که در بالا گفته شد. این چیزی است که در کتاب‌های فقهی آمده است. اما آیا زندگی واقعی مقلدان مو به مو با این دستورهای کتابی برابر است یا اینکه دنیای واقعی از دستورهای فقهی جداست؟ مقلدها، آدمهای گوشت و پوست و استخواندار. مقلدها آنقدر هم که به نظر می آیند مقلد نیستند. یعنی مقلد را نباید انسان بی اراده و دنبال روی محضی دید که چشم بسته رفتار می کند. تنها بر اساس دستورهای آمده در کتاب یا بازگو شده از متنهای الهیاتی به معنای عام که شامل فقه نیز بشود رفتار خود را تنظیم می کند. مقلد نه تنها انسانی است با همه ویژگی‌های روانی و فکری و شخصی که موجودی اجتماعی نیز هست. او هم دارای اراده ایجنسی است، هم ناخواسته و ناآگاهانه از عوامل طبیعی و تاریخی و اجتماعی پیرامون خود اثر پذیر است. به سخن دیگر در شکلگیری رابطه مرجع تقلید مقلد هر دو نقش فعال دارند. در 200 سال گذشته یکی از مهمترین عنصرهای اجتماعی اثرگذار در انتخاب مرجع تقلید زادگاه و خاستگاه او بوده است. اگر مجتهدی سرشناس اهل تبریز یا مشهد یا شیراز باشد، مردمان آن خطه به اعلم بودن او کمتر اهمیت می دهند تا همشهری بودن یا همزبان و همقوم بودن. تعلقات قومی محلی به همان اندازه که در انتخابات‌های سیاسی نقش می‌گذارند، در گزینش مرجع تقلید هم اثر می‌گذارند. مشهور است که در تاریخ حدود 200 ساله مرجعیت تنها در یک مورد آیت الله سید محسن حکیم، مجتهدی غیر ایرانی، توانسته مقلدانی فراگیر از ملیت‌های متفاوت به سوی خود جذب کند. حتی امروزه پرمقلدترین مجتهد جهان تشیع آیت الله سید علی سیستانی ایرانی است. گرچه ملل دیگر مانند افغان و پاکستانی و عراقی و بحرینی و لبنانی هم مجتهدان خود را دارند، اما هیچ یک نفوذی فراملی نیافتند. انحصار مرجعیت‌های فراملی در مجتهدان ایرانی تبار بدون تبیین جامعه شناختی و انسان شناختی فهم پذیر نیست. پیوند اقتدار اجتماعی با مکان، سرزمین، نژاد و تبار و مانند آن موضوعی پر اهمیت در این دو رشته علمی است. همچنین نباید ویژگی‌های شخصی مرجع تقلید را نادیده گرفت. خوش‌سیما و گیرا بودن یا به اصطلاح کاریزما داشتن مجتهد در جذب مقلدان بیشتر اثرگذار است. از اینها مهمتر سیادت یا دعوی از تبار پیامبر اسلام بودن به خلق حاله تقدس در پیرامون چهره مجتهد یاری می کند.
سید ابوالحسن اصفهانی، سید کاظم یزدی، سید محمد حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی، سید روح الله خمینی، سید کاظم شریعت مداری و سید علی سیستانی از مجتهدان مقتدر 100 سال پیشند. مرجعیت سازمانی اقتصادی. مرجعیت تقلید به شکلی که امروزه هست حاصل تحولاتی در فقه شیعه از عصر صفوی به این سوست. بخشی از این تحولات به درآمدهای شرعی فقیهان مشروعیت داد و برای نمونه دریافت خمس از جانب امام معصوم را برای مجتهد مجاز کرد. مجتهد نائب امام معصوم شمرده شد. او ناگهان مجاز به برخورداری از منابع مالی شد که حدود 1000 سال در انحصار امام معصوم حاضر به شمار می آمد. ظهور منابع مالی به پیدایش سازمان مرجعیت انجامید. رابطه مقلد و مرجع تقلید رابطه اقتصادی است. تقلید تنها به معنای پیروی از فتوا نیست. پرداخت وجوهات شرعی به مرجع تقلید نیز هست. بخشی از منابع مالی مرجع تقلید در راه اداره حوزه‌های علمیه و پرداخت حقوق ماهانه به طلبه‌ها و شاگردان حوزه‌اش صرف می شود. مقلد بیشتر یعنی درآمد بیشتر. درآمد بیشتر یعنی امکان پرداخت حقوق بیشتر به طلاب و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های علمیه. در نتیجه شبکه مقلدان به اندازه شبکه مالی مراجع تقلید گسترش می‌یابد. طلبه‌ها منبع اصلی مردم عادی برای شناخت مراجع تقلید بودند. امروزه صدا و سیما و رسانه‌ها و نهادهای رسمی یا شبه رسمی مانند جامعه مدرسین حوزه علمی قم انحصار این کار را از دست طلبه‌ها گرفتند. حتی همان هنگام که طلبه‌ها مروج مرجعیت مجتهدان بودند، ثروت مالی هر مرجع نقش اصلی را در جذب طلبه‌ها بازی می‌کرد. هر کس حقوق ماهانه بیشتر به طلاب می‌پرداخت، از اقتدار بیشتری در درون حوزه و مدیریت آن برخوردار بود. امروزه در حوزه‌های علمیه ایران بیشترین حقوق ماهانه را نخست آیت الله خامنه‌ای و سپس آیت الله سیستانی می‌پردازد. به طور طبیعی طلبه‌های بیشتری نیز در منبر و مسجد مرجعیت او را تبلیغ می‌کنند. یعنی ثروت مالی مجتهد می‌تواند دامنه نفوذ او را در شبکه مذهبی، حتی مداحان و خیرها و برگزار کنندگان آیین‌های مذهبی مانند روضه‌ها بگستراند. دینداری انسانی بس بسیار انسانی. به طور کلی 2 گونه میتوان درباره دین مطالعه کرد. یکی رفتن به سراغ متن‌های الهیاتی، کلام، تفسیر، فقه و اخلاق. دوم، نگریستن به مؤمنان که چگونه در زندگی هر روزینه دین ورزی می کنند. چقدر و چگونه آن دین را می فهمند، چه پاره‌هایی از آن را در زندگیشان برجسته می کنند و چه بخش‌هایی را در حاشیه نگاه می دارند. فقه و الهیات به جهان مفاهیم انتزاعی مربوطند. اما دینداری به زندگی روزمره، تجربه زیسته. وقتی به الهیات و فقه نگاه می کنیم، تصویر دین یک دست و یک پارچه و منسجم به نظر می آید. وقتی به زندگی مؤمنان می نگریم، می بینیم هر کس به شکلی دینداری می کند. دینداری شهری با دینداری روستایی متفاوت است و دینداری طبقه بالا با طبقه متوسط و دینداری بیسوادان با دینداری تحصیل کرده ها. مطالعه خرد فرهنگ‌های مختلف، دینداری در قلمرو جامعه شناسی دین و انسان شناسی دین صورت می‌پذیرد. دو رشته‌ای که به طور کاربردی در ایران هنوز جا نیفتاده است. در ایران مقلدان عنصر انسانی و ارادی خود را روز به روز بیشتر در فرایند تقلید دخالت می‌دهند. برای نمونه هرچه آگاهی زنان مؤمن
به حقوق برابر زن و مرد افزایش می‌یابد، شکل دینداری آنها هم تغییر می‌کند و در نتیجه معیارهایشان برای انتخاب مرجع تقلید دگرگون می‌شود. دیگر تنها اعلم بودن کافی نیست. به روز بودن مرجع تقلید هم اهمیت دارد. بر این بنیاد بسیاری زنان از آیت الله صانعی تقلید می کنند. تنها به دلیل فتواهای او درباره بلوغ دختران و ارث و دیه زنان. همچنین زنان به دشواری می توانند با مسئله تعدد زوجات یا ازدواج موقت صیغه که فقیهان مجاز می دانند کنار بیایند. مراجع تقلید و متنهای فقهی عوض نشدند، ولی دنیای مقلدان دگرگون شده و این دگرگونی یکسویگی رابطه مقلد و مرجع را روز به روز کمتر می کند. در مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی میان دین عامه popular religion و دین نخبه elite religion که صاحب دانش دینی هستند تمایز می‌گذارند. دین عامه مجموعه‌ای به هم پیچیده از عوامل انسانی، فردی و اجتماعی در تعامل با آموزه‌های دینی است. دین نخبه صورتی انتزاعی و ناب دارد. بسیاری از رفتارهایی که عامه دینی می‌انگارد یا می‌ورزد از نظر نخبه مغایر با دین است یا درست مطابق دستورهای دینی نیست. دین عامه شبیه مناجات شبان در قصه موسی و شبان در مثنوی مولوی آمیزه‌ای از آن چیزی دارد که نخبه کفر و ژاژ و خرافه می‌خواند. دین عامه و توده بیشتر در بستر فرهنگ شفاهی صورت می‌پذیرد تا فرهنگ نوشتاری. همچنین آیین‌های مذهبی در میان عامه ممکن است کارکردهای گوناگون غیر دینی پیدا کند، مانند آیین‌های عاشورا در محیط‌های مذهبی که امکانی برای گردهمایی زن و مرد در فضایی است که معمولاً فاصله میان مرد و زن برجسته و برکشیده است. بسیاری اوقات حضور فرد در آیین‌های جمعی فاقد آگاهی به معناهای رمزی و اساطیری آن آیین هاست. برخی انسانشناسان در تمایز دین عامه و دین نخبه گفتند دین عامه ناعقلانی، خودانگیخته و منفعت جویانه است، در حالی که دین نخبه عقلانی شده، سازمانمند و ایدئولوژیک است. مردم عادی در دینورزی‌های روزانه خود خواسته‌های روزمره از خدا و عالم غیب دارند، چیزهایی که برای عالم الهیات یا فقه ممکن است پیش پا افتاده و گاهی خلاف ادب دینی به شمار آید. اما در واقع همین چیزها هستند که پیوند عامه را به امر دینی نیرومند می کنند و نیاز او را به نیایش و آیین عمیق می گردانند. در دین عامه رابطه‌ای پویا میان روانشناسی فردی و اجتماعی با آموزه‌های دینی برقرار می شود. در گذر زمان ممکن است گرانیگاه این رابطه بر حسب تحولات فرهنگی و تاریخی و اجتماعی دگرگون گردد. تحلیل انسانشناختی رابطه مقلد و مرجع در جامعه‌ای مانند ایران که شتابان به سمت مدرنیزاسیون پیش می رود، گوشه‌های نادیده یا تاریک مانده از ذهنیت و پویش اجتماعی را به ما می‌نمایاند. پینویس‌های مربوط به این نوشتار را می توانید در پایان صفحه 544 پیگیری کنید. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. منگی بنگ و بانگ باده‌نوشان. نشر نخست، وبسایت BBC فارسی، مهر ماه 1384، اکتبر 2005. روایت 400 سکر و سرخوشی در ایران.
کتاب در طلب کام، دخانیات و مشروبات در تاریخ ایران از عصر صفوی تا دوره مشروطیت یکی از آثار بدیع و برجسته در قلمرو ایران شناسی به تازگی انتشار یافت. نویسنده این اثر رودی ماتی، استاد تاریخ در دانشگاه دلاور در ایالات متحده آمریکاست. مراد نویسنده از دخانیات هر گونه مواد مخدر است، از تریاک گرفته تا توتون و تنباکو. همچنین از مشروبات، نویسنده هم به مشروبات الکلی نظر دارد و هم به نوشیدنی‌های وارداتی مانند قهوه. این کتاب با انواع و اقسام مواد سکرآور یا فعال کننده ذهن و روان سر و کار دارد که دماغ ایرانیان را تر می کرد و آنها را سر کیف یا سر ذوق و وجد می آورد. مورخان چیزهای خرد. نوشتن تاریخ پدیده‌هایی چون قهوه، شراب، توتون و تنباکو در غرب از نیمه دوم سده 20 آغاز شد و دامنه‌ای گسترده یافت. اکنون پژوهش‌های روشنگری در دست است درباره تاریخ شب، روز، خواندن، نوشتن، غذا، لباس زیر، چرخ، اندام انسان و هر چیز خرد و جزئی دیگری که روزگاری در خور تاریخ نویسی به شمار نمی آمد. نوشتن تاریخ این پدیده‌ها که واقعیت ملموس و عینی جامعه و فرهنگ هستند، برآمده از انقلابی عظیم در نگارش تاریخ و نگرش به تاریخ است. در پی این انقلاب که در دهه‌های آغازین سده 20 صورت بست، تاریخ نگاران تاریخ را دیگر گزارش صنعتگرد قهرمانان، پیامبران، پادشاهان و جنگ و صلح و افت و خیز آنها ندانستند و همراه با تحولات در فلسفه و علوم انسانی، روند تاریخ را پیچیده و برخاسته از عوامل گوناگون ارزیابی کردند. اگر به قول تولستوی در رمان جنگ و صلح موضوع تاریخ زندگی مردمان و بشریت است، تاریخ به مفهوم کلاسیک آنکه تاریخ رسل و ملوک و شرح فتح و ظفر و حکایت هزیمت و زوال آنان بود، چه اندازه از سرگذشت آدمی را باز می‌تاباند. در نگرش تازه به تاریخ، فایده تاریخ دیگر آموختن عبرت نبود، بلکه شناخت انسان بود. پس لاجرم تاریخ میبایست همه سویه ها و سایه های زندگی انسانی را فرا گیرد و تاریخی شود از سرگذشت هر انسان، چه رعیت چه پادشاه، ستمگر یا ستم دیده، دانشمند یا ساده لوح. قهوه و تاریخ. از آنجا که ما آدمیان در تعامل با جهان زندگی می کنیم، تاریخ هر پدیده‌ای که در شبکه روابط انسانی ما جا گرفته یا تاریخ هر یک از رفتارهای ذهنی یا عینی ما بخشی از سرشت انسانی است که بر پهنه تاریخ گسترده می شود و آگاهی از آن ما را به تو در تویی، رنگارنگی و دگرگونی مدام ذات بشر رهنمون می گردد. بدین روی مثلا تاریخ قهوه تنها تاریخ ماده تلخ و سیاه نوشیدنی نیست، تاریخ انسان است که در رویارویی با قهوه چه اندیشیده و چه کرده است و این جوشانده غلیظ در روابط اجتماعی، ساختار سیاسی و حتی مناسبات اقتصادی او چه اثری بر جا نهاده است. بر این بنیاد تاریخ یک جامعه، فرهنگ و روابط قدرت حاکم بر آن را میتوان از ورای تاریخ این جرم تیره روشن کرد. رودی ماتی با این نگرش به سراغ پژوهش تاریخ نوشیدنی‌ها و دود کردنی‌ها در 4 سده مهم تاریخ ایران رفته است. شراب و سرخوشی در جوامع اسلامی. پژوهش‌های زیادی درباره مصرف مواد سرخوشی آور در جوامع دیگر پیش از دوران مدرن و پس از آن صورت گرفته است. در این پژوهش‌ها تأکید شده که این مواد نه تنها نقش مهمی در بازرگانی و تجارت داشتند
که نمادها و نشانه‌هایی از شعائر دینی، مناسبات اجتماعی و تغییرات سیاسی نیز بودند. اما متخصصان خاورمیانه بسی دیرتر از تاریخ نگاران جوامع غربی به سراغ نوشتن تاریخ واقعیت‌های مادی از این دست رفتند. پژوهش درباره شراب در جهان اسلام چندی است که آغاز شده است، اما بیشتر این پژوهش‌ها بر نقش و معنای عرفانی شراب در ادبیات تکیه کردند و مثلا پرسش‌های از این دست پاسخ نمی‌یابد که با وجود حرمت شرعی شراب چرا مسلمانان بسیاری باده نوشی می‌کردند یا می‌کنند. رودی ماتی باور دارد سنت ایدالیستی ایران یکی از عواملی است که پژوهشگران ایرانی و ایرانشناسان غربی را وامی دارد بیشتر به سرشت متعالی، معنوی و آرمانی تاریخ ایران روی کنند و به جنبه‌های زندگی مادی از جمله تولید و مصرف کالاها علاقه ای نشان ندهند. تاریخ و استعاره. افزون بر این، سنت غنی ادبیات و عرفان و دین و فراوانی منابع و اسناد تاریخی در این باره اغواگر نیرومندی برای پژوهشگران بوده و سبب شده که مثلا در بررسی اثر مواد سرخوشی آور بیشتر به استعاره ها پناه ببرند تا به بررسی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. چنین بود که در سنت ایران شناسی مطالعات تاریخی بیشتر بر پژوهش ادبیات و دین متمرکز شده است. تازگی کار نویسنده این کتاب از جمله در رویکرد نوین او به تاریخ نگاری ایران است. ایران شناسان کلاسیک گویا باور داشتند که جان و جوهر یک کشور را ابعاد غیرمادی و معنوی آن می‌سازند. ایران شناسان جدید تحت تأثیر تاریخ نگاری جدید از این انگاره فاصله می‌گیرند و به نوشتن تاریخ پدیده‌های مادی و عینی اقبال می‌کنند، زیرا می‌دانند که این پدیده‌ها می‌توانند چه تحولات اجتماعی و فرهنگی شگرفی پدید آورند. منشور قهوه، دخانیات و مشروبات. کتاب در طلب کام از جمله کتاب‌ها در قلمرو ایران شناسی است که می‌کوشد به جای بررسی مفاهیم و پدیده‌های انتزاعی، فرهنگ مادی را موضوع کار قرار دهد. دخانیات و مشروبات الکلی و قهوه پدیده‌های مادی هستند که با رشته‌ای از ایده‌ها و رفتارهای مربوط به ذوق و سلیقه، لذت، منزلت و اعتبار و احترام اجتماعی پیوند دارند. رودی ماتی می‌نویسد: قهوه، دخانیات و مشروبات الکلی منشوری را شکل می‌دهند که از میان آن می‌توان به جامعه ایرانی نگریست. ممکن است کسی تصور کند پدیده‌هایی که نویسنده تاریخ نگاری آنها را به عهده گرفته است لوکس و تجملی هستند و چندان جایگاه مهمی در جامعه ندارند که بتوانند چیزی از مناسبات اجتماعی بازتابانند. آقای ماتی باور دارد که این پدیده‌ها را نمی‌توان به سادگی لوکس و تجملی خواند و در نتیجه امری فرعی در جامعه پنداشت. دود کردن و شادخواری کارهایی هستند که تمایز میان امور تزئینی و تجملی و امور ضروری را برهم میزنند و در نتیجه نمادهایی از فرایند تحول فرهنگی، معنا و نشانه‌های درازمدت دگرگونی‌هایی میشوند که این پژوهش به دنبال شناخت آن است. تاریخ و نشان شناسی. مواد مخدر و نوشیدنی‌هایی چون قهوه و شراب در تاریخ 400 ساله ایران واقعیتی عینی و مادی بودند که مردمان معناهای گوناگون به آنها بخشیدند. رودی ماتی میگوید که پژوهش او این پدیده‌ها را در دو جنبه مادی و نشان شناختیش برمی‌رسد. به باور او با قرار دادن ایران در دوره زمانی طولانی جامعه‌ای پویا را آشکار می‌کند که با جهان بیرون از خود در تعامل بوده است. نویسنده کتاب در طلب کام استدلال می‌کند که ورود نوشیدنی‌ها یا مخدرات تازه به ایران در عصر صفوی
نه تنها نمونه از ورود ایران به شبکه اقتصادی جهانی تازه است، بلکه نشان دهنده گشودگی مردم به روی کالاهای تازه و میل به بومی کردن آنها نیز هست. در این فرایند هم ذوق مردم عوض می شده و هم آن مواد با دستکاری تدریجی مردم طعم و بوی ویژه ایرانی می گرفته است. شاه و شراب. از سوی دیگر حمله اعراب و ورود اسلام به ایران، ایرانیان و به ویژه اهل دیوان و دربار را از عادت نوشیدن شراب باز نداشت و حتی شاهان صفوی نیز هوادار شرب مدام بودند. شاه اسماعیل که در جنگ چالدوران از عثمانی‌ها شکست خورد، اوقات بسیاری به جرعه‌ای دماغ را تر می‌کرد و برخی شاهان دیگر صفوی نیز با نوشیدن پیوسته این تلخوش عمر خیش را کوتاه کردند. همینطور کشیدن تریاک هم سنت ایرانی کهنی بود که در عصر صفوی رونق فراوانی در میان توده مردم یافت. نخبگان سیاسی و نظامی وقتی در نوشیدن شراب یا در کشیدن تریاک به افراط می‌گراییدند، تدبیر و خردورزی تباه می‌شد و شوکت و حشمت سلطانی و نظامی آسیب می‌دید. افیون از قحطی تا انقلاب. رویداد تلخ در این میان به زیر کشت رفتن بخش عظیمی از زمین‌های کشاورزی بود که از جمله در قحطی سالهای 1869 الی 72 نقشی عمده داشت. در این سالهای قحط 1/10 اهالی ایران جان خود را از دست دادند. تنباکو هم به محض آنکه در سده 16 وارد ایران شد، به سرعت جای خود را در میان ایرانیان گشود و حتی 3 قرن بعد هسته مرکزی شورشی اجتماعی و زمینه‌ساز انقلاب مشروطیت شد. گسترده‌ترین جنبش اجتماعی در تاریخ ایران تا آن هنگام. قهوه و چای هم اگرچه دستمایه شورش‌ها و جنبش‌های از این دست نشدند، در الگوهای جامعه پذیری مردم ایران اثری شگرف نهادند و سرانجام البته چای توانست بر قهوه پیروز شود و به نوشیدنی محبوب و رایج بیشتر ایرانیان بدل گردد. کامرانی نابهنگام. دوره 400 ساله‌ای که در این کتاب بررسی شده، بی اختیار خواننده را به مقایسه ایران و اروپا برمی‌انگیزد. در دورانی که اروپا به سوی پیشرفت و عقلانی کردن نظام زندگی می‌تازد و به همین سبب مردمان سخت کوش و پرکار و ریاضتکش شدند، تصویری که از ایران پیش چشم ما می‌گسترد مردمانی است بیشتر لذتجو و کامران، کمکار و کرخت و نیز در دوران افول عقلانیت. رودی ماتی میگوید که در این کتاب کوشیده تا به مقایسه ارزشی دست نزند و تنها نشان دهد زیر تأثیر چه شرایط و عواملی مواد سکرآور و سرخوشیزا این اندازه در زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان نقش یافتند. از نظر او مطالعه ایران پیش از اسلام نشان می‌دهد که اسلام تنها اصل نظم دهنده جامعه و فرهنگ نبوده و همه رفتارهای جامعه ایرانی را نمیتوان به آن نسبت داد. در این حال نویسنده میاندیشد که جدیت و متانت مطلق وضعیت طبیعی و اولیه آدمی نیست و مواد مخدر و نوشیدنی‌های سکرآور همیشه و همه جا تقریباً مصرف می شده و حتی در هیچ دوره‌ای مانند دوران مدرن این مواد به صورت قانونی و غیرقانونی مصرف نشده است. نهادهای لذت. جدا از بررسی الگوی تولید و مصرف در ایران و شبکه اقتصادی صادرات و واردات در 4 سده یاد شده، نویسنده کتاب در طلب کام تلاش کرده است نهادهایی را که در پیوند با نوشیدنی‌ها و کشیدنی‌های سرخوش کننده در جامعه پدید آمده باز نماید و پیامدهای اجتماعی آنها را بکاود. برای نمونه قهوه‌خانه یا شیرکشخانه یا چایخانه که جایگاه مردمی از طبقات به ویژه فرودست و نیز متوسط بوده است. از سوی دیگر
رودی ماتی تصورات مردم و نیز دانشمندان این دوره را درباره آثار مخدرات و مشروبات بر بدن و خاصه بر نیروی جنسی بررسی کرده است. فقه لذت شاید یکی از گیراترین ویژگی‌های این کتاب شرح جدال‌های فقهی بر سر حلیت یا حرمت شرب توتون، کشیدن توتون یا شرب قهوه است و رساله‌های فراوانی که فقیهان عصر درباره حلال بودن یا حرام بودن نوشیدنی‌ها یا مواد مخدر وارداتی نوشتند. برخی از فقیهان و مؤمنان خود آن اندازه به کشیدن توتون معتاد شدند که مسئله تازه‌ای در فقه تولید شد. آیا کشیدن توتون روزه را باطل می کند؟ این مجادلات سرآغاز درگیری نظام فقهی با مسائل جهان جدید است که هنوز در کتاب‌های توضیح المسائل به صورت مسائل مستحدثه، مسائل نوپدید طرح می شود. همینطور چالش سخت فقیهان و سلاطین بر سر منع حکومتی شراب از فصلهای خواندنی تاریخ این دوره است. فصلهای در طلب کام. عنوانهای 10 فصل این کتاب که در 2 بخش آمده چنین است. بخش اول عصر صفویه. فصل نخست نگاهی کلی، ایران از قرن 16 تا قرن 19. فصل دوم شراب در ایران عصر صفویه، افراط و امساک. فصل سوم شراب در ایران عصر صفویه، از منع نیمبند تا قدغن کردن قطعی. فصل چهارم تریاک در ایران عصر صفویه، مواد مخدر بومی شده. فصل پنجم توتون در ایران عصر صفویه، لذت و تحریم. فصل ششم قهوه در ایران عصر صفویه، بازرگانی و مصرف. بخش دوم عصر قاجار. فصل هفتم شراب در ایران عهد قاجار، از نقض شریعت تا تظاهر به فسق. فصل هشتم تریاک و تنباکو در ایران عصر قاجار، از لذت تا فروش و نماد ملت شدن. فصل نهم از قهوه به چای، دگرگونی الگوی مصرف در عهد قاجار. فصل دهم قهوه نوشیدن در قهوه خانه، سیاست مصرف در ایران عهد قاجار. در طلب کام تصویری تاریخی از 4 سده ایران را در پیش چشم می‌گذارد. خواننده ایران پژوه به هر جنبه از تاریخ ایران در این دوره علاقمند باشد، از خواندن این کتاب نمی‌تواند تن بزند. زیرا این کتاب پیوستگی همه پاره‌های جامعه به هم را باز نموده و نشان داده که پدیده‌های مادی چه اثری سترگ در شکل دادن به نظام‌های اخلاقی و معنوی دارند. البته برای خواننده ایرانی بهره از خواندن این کتاب به یافته‌ها و نتیجه‌های آن خلاصه نمی‌شود، بلکه شیوه تاریخ نویسی رودی ماتی که امروزه شیوه پذیرفته تاریخ نویسی در غرب به شمار می‌رود، بیش از هر چیز آموزنده است. مفهوم مدرن لذت در ایران. نشر نخست، وبسایت BBC فارسی، فروردین 1388، آوریل 2009. کتاب سیاست جنسی در ایران مدرن، نوشته ژانت آفاری، از روش‌های نوین تاریخ نگاری بهره گرفته و روایتی گیرا از دگرگونی‌های پدیده جنس و جنسیت در سیاق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران سده 19 و 20 میلادی به دست داده است. بنمایی کتاب انقلاب جنسی در ایران است که به شکلی از دوران جنبش مشروطیت آغاز شده، افت و خیز برداشته و سرانجام زیر سایه جمهوری اسلامی و حجاب اجباری شدت گرفته است.
این انقلاب جنسی و نیز انقلاب در مفهوم و کارکرد جنسیت به دو معنای جندر و سکشوالیتی حاصل برخورد طولانی جامعه ایران با امپراتوری عثمانی، روسیه و غرب، ظهور اصلاحات دموکراتیک و نیز ناسیونالیسم مدرن در این کشور بوده است. تبارشناسی یا تاریخ انتقادی جنسیت در ایران. شیخ سعدی که همگان او را آموزگار اخلاق می‌شناسند، در باب 5 گلستان خود آشکارا می‌نویسد: در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی، با شاهدی سر و سر داشتم. امیر عنصرالمعالی نیز در باب 15 تعلیم نامه یا قابوس نامه خود فرزندش گیلانشاه را اندرز می دهد که از غلامان و زنان میل خیش به یک جنس مدار تا از هر دوگونه بهره ور شوی و تابستان میل به غلامان و زمستان میل به زنان کن. همچنین جلال الدین رومی که در مرتبت عرفانی وی کسی تردید روا نمی دارد، در مثنوی معنویش هیچ پروا از توصیف بی‌پرده آمیزش جنسی یا کاربرد کلمات مربوط به بدن نمی ورزد. اما آیا امروز هیچ آموزگار اخلاق، پدر یا عارفی الهی را می توان تصور کرد که به شیوه سعدی، امیر عنصرالمعالی یا جلال الدین رومی در نوشتار و گفتار خود به روابط همجنسگرایانه اعتراف کند یا چنین رابطه ای را توصیه نماید یا واژه‌های جنسی را بی شرم و آزرم به کار گیرد؟ روشن است که سعدی و عنصرالمعالی و رومی مانند معلمان و پدران و عارفان امروزی هر سه از اصول شریعت و اخلاق به خوبی آگاه بودند. پرسشی دیگر: آیا نظام واژگانی که امروزه برای اشاره به رابطه بدنی دو انسان یا اشاره به میل و خواهش و کامکاری شهوانی در زبان فارسی به کار میبریم با نظام واژگانی موجود تا 100 سال پیش تفاوتی بنیادی دارد؟ جنس، جنسیت، رابطه جنسی، دگر جنسگرایی، همجنسگرایی و رشته‌ای دیگر از کلمات مربوط به این قلمرو همه در زبان فارسی تازه اند، در حالی که پیشینیان نیز به زبان فارسی به این مقوله می اندیشیده و درباره آن سخن می گفتند و از قضا دستگاه واژگانی بسیار غنی برای آن داشتند. این انقلاب زبانی آیا تنها حادثه‌ای در زمینه زبان است یا به دگرگشتی سراسری در جهان ذهنی و عینی فرد و جامعه ایرانی معاصر باز می گردد؟ کتاب سیاست جنسی در ایران مدرن پاسخی است به این دو پرسش و بسی دیگر پرسش‌ها درباره تحول پدیده جنسیت و لذت جنسی در ایران مدرن. واژه مدرن در اینجا به چیزی بیش از معاصر یا امروز اشاره دارد. پدیده جنسیت در ایران امروز با این پدیده در ایران قدیم تفاوت دارد. درست از این رو که ما مدرن شده ایم و تجدد تغییری ریشه‌ای در درک و تجربه جنسیت در ایران پدید آورده است. مهمترین ویژگی کتاب را باید روش پژوهش آن دانست. ژانت آفاری که تاریخ نگار شناخته شده ایران 2 سده اخیر است، کوشیده تا تحولات نوین جنسیت را در ارتباط با استقرار نهادهای پزشکی، بهداشتی، حقوقی، دینی و سیاسی جدید در ایران بررسد. وی در بخش نخست شرح می دهد که چگونه همجنسگرایی، چند همسری، ازدواج موقت، جدایی مکانی زن و مرد و زیستن در خانواده‌ای بزرگ در دوران پیش از مشروطیت امری رایج در ایران بوده و انکار و اعتراضی را بر نمی انگیخته است. اما ظهور جنبش مشروطیت و نهادهای برآمده از آن پرسش عدالت اجتماعی را طرح کرد و به تدریج قوانینی پایه‌گذاری شد که عرف و آداب جنسی در جامعه ایران را دگرگون کرد. همچنین برای نمونه آفاری توضیح می دهد چگونه بهداشت مدرن در ایران
توجیه دینی جدایی زن از مرد را کمرنگ نمود و درک مذهبی از مسئله طهارت و نجاست را یکسره عوض کرد و تصور تازه‌ای از بدن زن پدید آورد که به او نقش اجتماعی تازه‌ای می‌بخشید. پیشرفت پزشکی در زمینه سهولت سقط جنین یا ترمیم پرده بکارت به وضع قوانین تازه انجامید و در مناسبات و هویت جنسی و جنسیتی شهروندان اثری پایدار گذاشت. همچنین پیدایش نهادهای جدید مانند پلیس و قوه قهریه بدن و به ویژه بدن زنانه را قلمرو نبرد فرهنگی و سیاسی می کند و حجاب را برای نخستین بار مسئله مشکل ساز جامعه و دغدغه دولت می گرداند. تجدد و نظم نوین زندگی جنسی. شاید بسیاری کسان تصور کنند که تجدد آزادی جنسی بیشتری را در پی آورد و زندگی در عصر سنت سراسر با محدودیت‌های شرعی و عرفی جنسی همراه بوده که دایره لذت جنسی را بسیار تنگ می‌کرده است. ژانت آفاری استدلال می‌کند که چنین برداشتی خام و خلاف واقع است. کتاب سیاست جنسی در ایران مدرن باز می‌نماید که این سنت نبود که هنجار دگرجنسگرایی و تک همسری را در مقام یگان هنجار مشروع و موجه رفتار جنسی تثبیت کرد، بلکه استقرار و برتری اخلاقی حقوقی این هنجار فراورده دوران مدرن است. به واقع تجدد در ایران سنت چندگانه متکثر و آزادمنشانه زندگی جنسی را از هم فروپاشید و شکل واحدی را در صورت ازدواج و دگرجنسگرایی مشروعیت و رسمیت بخشید. برای نمونه درست است که لواط همجنسگرایی مردان و مصاحقه همجنسگرایی زنان در شریعت ممنوع و گناه قلمداد می شده، اما تا پیش از دوران مشروطیت یا به طور دقیق‌تر تا پیش از دوران سلطنت پهلوی همجنس بازی در میان طبقات گوناگون جامعه در عمل امری پذیرفتنی به شمار می رفته است. از درباریان گرفته تا روحانیان و بازاریان علاوه بر ارتباط جنسی با زنان از همخوابگی یا رابطه نزدیک و صمیمی با پسران نابالغ خوبرو پرهیز نمی کردند. آفاری با اشاره به سنت صوفیانه ریشه‌دار در ایران اشاره می کند که حتی عشق به ضرورت به معنای رابطه عاطفی زن و مرد فهمیده نمی شده و هر گونه پیوند و تعلق عاطفی میان زن و زن، زن و مرد و مرد را در بر می گرفته است. بدینسان عشق و سکس میان دو همجنس در دوران جدید است که صورت تابو یا ممنوع پیدا می کند و از آداب عشق قدیم، ارزش‌ها و هنجارهای آن می‌گسلد. کتاب سیاست جنسی در ایران مدرن راوی گذار از آداب عشق قدیم به اقتصاد جنسی نوین در جمهوری اسلامی است. پینویس‌های مربوط به این نوشتار را می‌توانید در پایان صفحه 558 پیدا کنید. معشوق محمد مادر مؤمنان. این یادداشت برای شماره نخست مجله اینترنتی تابلو زنان ویژه تابو نوشته شد. شماری مهاجران حبشی در آستانه مسجد پیامبر گرد می آمدند و می نواختند. پیامبر عایشه را صدا می زد تا حبشیان نوازنده را تماشا کند. گاهی پیامبر عایشه را به دوش می گرفت تا بهتر بتواند حبشیانی را ببیند که می نواختند و می رقصیدند. برای پیامبر مهم بود که میل به سرگرمی دختر جوانی چون عایشه را برآورد. گاهی عمر مانع نوازندگی و رقصندگی حبشیان می شد. پیامبر او را دور می کرد و حبشیان را امان می داد که به کار خود ادامه دهند. داستانهایی از این دست را صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو مجموعه اصلی حدیث، آوردند. تاریخ نگاران اسلامی در هر دوره‌ای به شکلی روایت‌های مربوط به حیات جنسی
و روابط مرد و زن در دوران پیامبر را بیان کردند. هرچه به دوران جدید نزدیکتر می شویم، روایت ها زن ستیزانه تر است. بخاری، صحیح، ابن حبیب بغدادی، کتاب المخبر، ابن سعد، کتاب الطبقات، از نوعی زندگی جنسی در آن دوران گزارش می دهند که تا اندازه‌ای ناسازگار با نظام پدرسالاری است، در حالی که تاریخ نگاران متأخر منکر هر جنبه از ازدواج یا زندگی زنانه هستند که به زن استقلال در تعیین سرنوشت می دهد. روشن است که بازنمایی واقعیت در روایت‌ها آنقدر مهم نیست که خود آنها هستند. یعنی اهمیت دارد بدانیم چقدر این روایت‌ها درستند، اما مهمتر از آن واقعیت خود این روایت‌ها در دوران روایتگران است. اینکه تاریخ نگارانی بزرگ این گزارش‌ها را می‌آورند، نشانه پذیرفتنی بودن این گزارش‌ها در ذهن فردی و ذهنیت جمعی آن دوران است. پیش از ادامه سخن، هشدار درباره مغالطه تاریخی زمان پریشی، انارکرونیسم، ضروری است. زمان پریشی مغالطه‌ای است که اصحاب ایدئولوژی‌ها، چه ایدئولوژی‌های اسلامی چه ایدئولوژی‌های اسلام ستیز، بدان دچار می‌شوند. سنجیدن دوران قدیم و ارزش داوری درباره رویدادها و زندگی‌ها و انسان‌ها بر پایه معیارهای نظری یا اخلاقی دوران معاصر. برای نمونه، هم کسانی که می‌خواهند حکومت پیامبر در مدینه را دموکراتیک توصیف بکنند، گرفتار زمان پریشی‌اند، هم آنها که می‌خواهند آن را ضد دموکراتیک بخوانند. بدینسان وقتی بحث درباره زندگی جنسی پیامبر است، می‌بینیم برخی پیامبر را به دلیل ازدواج با دخترکی کم سن و سال دچار انحراف جنسی می‌دانند. آنها بر تفاوت معیارهای اخلاقی و اجتماعی در دوران پیامبر با زمانه مدرن چشم می‌پوشند. در نمایشنامه رومئو و ژولیت، لیدی کاپولت مادر ژولیت 12 ساله است. او به دخترش میگوید به ازدواج فکر کند، چون دخترانی جوانتر از او در ورونا، دخترانی از خانواده‌های محترم در چنین سن و سالی نه تنها ازدواج کرده که مادر فرزندانی شدند. خود او نیز وقتی ژولیت را به دنیا آورد جوانتر از ژولیت 12 ساله بود. شکسپیر در اواخر سده 16 و اوایل سده 17 میزیست. آیا شکسپیر را که در چنان دورانی از چنین رسمی در اروپا سخن میگوید، میتوان با معیارهای امروزی دچار انحراف جنسی کودکخواهی، پدوفیلیا دانست؟ بنابر گزارش‌های مشهور، محمد پیامبر حدود 62 سال زیست و 2 گونه ازدواج کرد. ازدواج تک همسری با زنی قدرتمند که شخصیتی پرنیرو و کشش داشت و سلطان سرنوشت خیش بود. همچنین ازدواج چند همسری با زنانی گوناگون در قوت شخصیت و زیبایی. اصلاحیه صفحه 560. پیش از ادامه سخن، هشدار درباره مغالطه تاریخی زمان پریشی، اناکرونیسم، ضروری است. پایان اصلاحیه. محمد نخست در سن 25 سالگی با خدیجه پیمان زناشویی بست که 25 سال تداوم یافت و با درگذشت خدیجه پایان گرفت. پس از آن پیامبر زندگی جنسی تازه‌ای را آغازید و طی 12 سال با 12 زن ازدواج کرد. مقدمات ازدواج با 3 زن را فراهم کرد که ازدواج سر نگرفت و پیشنهاد چندین زن را رد کرد که به او پیشنهاد ازدواج یا هدیه کردن خود به محمد داده بودند. برخی تاریخ نگاران نوشتند با زنانی نیز ازدواج کرد که با آنان هرگز همبستر نشد. خدیجه دختر خویلد، زن 40 ساله ثروتمندی از قبیله پیامبر قریش بود.
او پیش از ازدواج با محمد 2 بار دیگر ازدواج کرده بود. خدیجه پس از قراردادی بازرگانی با پیامبر که همراه کاروان او به سفر رود به او اعتماد کرد و به محمدی که پیش از آن هرگز ازدواج نکرده بود پیشنهاد ازدواج داد. تمام فرزندان محمد 4 دختر و 2 پسر به جز ابراهیم فرزند ماریه قبطیه که در خردسالی درگذشت از خدیجه بودند. از میان کسانی که پیشنهاد هبه خود را به محمد داده بودند یکی شریک بود که پیامبر نپذیرفت و دیگری لیلی بنت الختیم که پذیرفت ولی قبیلش رأی او را زد و استدلال کرد که محمد همسر مناسبی نیست چون زنان بسیار دارد و ممکن است آن زنان مجال را بر همسر تازه تنگ کنند. زنان محمد در شمائل ظاهری از جمله در فربهی یا داشتن اندامی تراشیده نیز با هم تفاوت بسیار داشتند. همه زنانی که با پیامبر بودند از واقعیت چند همسری او خرسند نبودند. سوده از زنانی بود که از تعلق خاطر پیامبر به زنان دیگرش به ویژه زن زیبا و جوانی چون عایشه در رنج بود. سوده فربه و سالدارتر از بسیاری زنان دیگر پیامبر بود. پیامبر از طرز راه رفتن او خنده‌اش می گرفت و او نیز خنده پیامبر را دوست داشت. یک بار می‌خواست به خاطر عایشه پیامبر را ترک کند که سرانجام رضایت داد که نوبت شب‌های خود را به عایشه دهد. سوده به پیامبر گفت: آن چیزی را که زنان می‌خواهند من نمی‌خواهم. هبه مانند طلاق مراسمی نداشت. شیوه‌ای بود که حدود 1 قرن پس از پیامبر برافتاد. برخی گفتند پس از پیامبر ممنوع شد. بنابراین پیامبر واپسین مرد عربی بود که زنان خود را به او هبه می کردند. محمد ابن سعد ابن منیع زهری تاریخ نگار نامدار سده 3 هجری در جلد 8 کتاب طبقات فصلی دارد درباره زنانی که خود را به پیامبر هبه کردند. در بی تکلفی و بی آدابی هبه داستانی که ابن سعد در همین فصل درباره لیلی دختر ختیم آورده گویاست. پیامبر نشسته و پشت به آفتاب داده بود. لیلی آمد و دست بر شانه اش گذاشت. محمد گفت: این کیست؟ گفت: منم، لیلی دختر ختیم. آمدم خود را به تو واگذارم. با من ازدواج کن. پیامبر گفت: باشد. لیلی به میان قومش بازگشت و گفت: پیامبر با من ازدواج می کند. قومش به او گفت: کار بدی است، چون زنی غیرتمندی و پیامبر زنان چندی دارد و تو تاب نخواهی آورد. برو و حرفت را پس بگیر. لیلی پیش پیامبر رفت و حرفش را پس گرفت. به نظر می رسد اینکه زنی برای برقراری رابطه جنسی با مردی پیش قدم شود رسمی جاری بوده است. حتی قوم زن هم قدرت نداشتند او را از این کار باز دارند و آنچنان که در داستان لیلی آمده به او نظر مشورتی می دادند، نه دستور. کشش جنسی پیامبر به زنان در روایت‌های تاریخی کهن‌تر آشکارتر بیان شده است. در توجیه برای ازدواج‌های پرشمار پیامبر، متکلمان و تاریخ نگاران متأخر اسلامی نقش عشق و گیرایی جنسی را کمرنگ می‌کنند و در عوض می‌گویند که انگیزه اصلی این ازدواج‌ها سیاسی دینی بوده است. ازدواج او با زنی یهودی به نام صفیه دختر حویی احتمالاً فاقد انگیزه‌های سیاسی دینی بود و زیبایی صفیه نقشی اصلی را در این میان بازی می‌کرد. صفیه دختر جوانی بود که در عین حال 2 بار پیشتر ازدواج کرده بود. زنی بود غنیمت جنگی. وقتی پیامبر به او پیشنهاد ازدواج داد، از او پرسید: آیا در دلت میلی به من داری؟ گفت: میل به تو داشتم وقتی مشرک بودم.
حال که مسلمانم معلوم است که به تو میل دارم. روشن است که غنیمت‌های جنگی از آن همه مسلمانان است، ولی پیامبر صفیه را به طور خاص پسندید. جویره بنت حارث، دختر 20 ساله زیبایی که رشک عایشه را برمیانگیخت نیز پیامبر را مفتون جذابیت خود کرد. ریحانه دختر زید از قبیله یهودی و اسیر جنگی بود و از زنان بسیار زیبا. انگیزه سیاسی در این میان نبود. زینب دختر جوهش زن دیگری بود که نخست همسر زید بن حارثه فرزند خوانده پیامبر بود. ولی وقتی پیامبر او را نیمه برهنه در خانه اش دید، مهرش به دل افتاد. آیه ای در قرآن به او اجازه داد با زینب ازدواج کند پس از جدایی زینب از زید. زینب جوان و فریبا همیشه به خود می‌بالید که با زنان دیگر تفاوت دارد، چون پیامبر آن زنان را از پدران و برادران خواستگاری کرده، ولی زینب به رخصت خدا همسر محمد شده است. قانون مربوط به فرزند خوانده و تمایز او از فرزند را فقیهان از این آیه استخراج می کنند. داستان دلبستگی محمد به ماریه قبطیه نیز پرآوازه است. روزی که نوبت صفیه بود، پیامبر در خانه او با ماریه خفت. حفصه همسر دیگر پیامبر سرزده آمد و دید. پیامبر گفت اگر آنچه را دیده به کسی نگوید دیگر به ماریه دست نخواهد زد. ولی حفصه خبر را به گوش دیگران رساند و در نتیجه پیامبر نیز دوباره با ماریه رابطه برقرار کرد. ابراهیم زاده ماریه تنها فرزندی است که پیامبر از زنی جز خدیجه داشت. پیامبر زن دوست بود، ولی هیچ خشونت و زمختی مردانه و میل به چیرگی فاتحانه زن در رفتارش گزارش نشده است. فاطمه مرنیسی میگوید پیامبر در برابر زنان شخصیتی نرم و شکننده داشت و از این رو شکنندگی مردانه در برابر زن را خوب می شناخت و از برملا کردنش پروایی نداشت. داستان عشق او به عایشه بسی گویاست. زنی که وقتی پیامبر درگذشت هنوز 18 سالش نشده بود. تاریخ نگاران سن عایشه را از 6 سال تا 9 سال و به ندرت بالاتر یاد کردند، اما همه از زیبایی و برازندگیش گفتند و نیز عشق پرشور پیامبر به او. قرآن مردان را دستور می‌داد به عدالت میان زنانشان رفتار کنند، ولی پیامبر همیشه در این کار کامیاب نبود. در قصه ماریه نتوانست خویشتن‌داری کند. عشقش به همسرانش یکسان نبود. برخی مانند عایشه را بیش از دیگران دوست می داشت. خانه محمد کنار مسجدش بود. گفتند تنها مکان مقدسی در تاریخ که به اتاق خواب راه داشت مسجد پیامبر بود. خانه‌اش پرغوغا بود و بی پیرایه. زنانش هرچند برخی از زیبایی مثال زدنی بهره‌مند بودند، معمولی به شمار می رفتند و بی هیچ حاله و هوایی از قدسیت و عصمت. با هم جدال می کردند، به هم رشک می بردند، به پیامبر طعنه می زدند. در بسیاری روایت ها از سختگیری های عمر درباره دسترسی مسلمانان به زنان پیامبر آمده است. میگویند عمر از پیامبر خواست زنانش را از مردان جدا نگاه دارد تا حرمتش پاس داشته شود. آیات حجاب درباره زنان پیامبر بیان شد. قرآن زنان پیامبر را مادر مؤمنان ام المؤمنین خواند که مسلمانان حق ندارند پس از مرگ محمد با آنها ازدواج کنند. هیچ یک از زنان پیامبر پس از او ازدواج نکردند. مسلمانان این امر را برای حفظ احترام و غرور پیامبر لازم می دانستند. زنان محمد انسان‌های معمولی بودند، ولی از آنجا که نزدیکترین و بیشترین رابطه را با پیامبر داشتند، در چشم مسلمانان احترام و جایگاهی ویژه یافتند.
به شکلی که آرام آرام از زنانی مثل دیگران به الگویی بدل شدند که باید از آن پیروی کرد. رفتار و گفتارشان سنت شد. چنین جایگاهی را زنان محمد به تدریج و طی چند سده در فقه و تفسیر و کلام اسلامی یافتند. به ویژه حکم حجاب که در قرآن برای زنان پیامبر آمده بود، به دست مفسران و فقیهان به همه زنان تعمیم یافت. زنان پیامبر نمونه‌های برتر زن مسلمان شدند. پوشاندن تن زن رسمی بود که پیامبر به جا می آورد تا زن خود را از زنان دیگر به ویژه از کنیزان متمایز کند. همانطور که وقتی صفیه را از جنگ به کنیزی می آورد، پیامبر سراپای او را پوشاند و دیگران دریافتند که او دیگر کنیز نیست. پوشاندن بدن زن رسمی شد برای احترام و نشانه اشرافیت و تعلق زن به جایگاهی فراتر از زنان عادی. برخلاف تصور بسیاری از معاصران ما، تعدد زوجات رسمی رایج در مکه روزگار پیامبر نبود. جز برخی اشراف قریش و ثقیف، دیگر مردان بیشتر یک همسر داشتند و شماری اندک 2 زن. ابو سفیان و همسرش هند، ابو لهب، ابو جهل، حکم ابن هشام مخزومی و نیز اکرمه نمونه‌هایی از مردان تک همسرند که میشناسیم. خود پیامبر در مکه 1 زن داشت، خدیجه. به احتمال زیاد پیامبر در مدینه چند همسری برگزید. حرم پیامبر بزرگ بود و زنان با هم داستانها داشتند. از رقابت بر سر عشق مشترک تا دسیسه چینی و حرف و حدیث بر سر تقسیم غذا و لباس و مهربانی ها با یکدیگر و خواهر خواندن همدیگر. اما چرا پیامبر چنین امتیاز انحصاری بزرگی داشت که زنان بسیار داشته باشد و میل جنسیش هر جا کرانه یافت لنگر اندازد؟ تاریخنگاران مسلمان متأخر مانند عقاد و بنت شاطی دلیل این امر را کمال بدنی پیامبر دانستند. با ارضای غریزه جنسی، پیامبر نشان می‌دهد که در ویژگی‌های اندامی کامل و سالم است و در نتیجه می‌تواند رسالت معنوی را که ابلاغ پیام الهی به دیگران است، به خوبی و در کمال امانت و درستی انجام دهد. به سخن دیگر، تاریخ نگاران متأخر پیامبر را انسانی فرا می‌نمایند که رفتارها و زندگیش دور از غریزه جنسی شکل گرفته بود و سراسر تنش در خدمت کار پیامبریش بوده است، ولی به طور ناسازواری ارضای غریزه جنسی را به توانایی در انجام وظیفه پیامبری پیوند می‌زنند. در این تفسیر زنان پیامبر از معشوقان او به مادران مؤمنان بدل می‌شوند تا چنین تفسیری الهیاتی از زندگی پیامبر مشروعیت یابد. پینویس‌های مربوط به این نوشتار در صفحه 566 ذکر شده‌اند. تنانگی و تقدس، کام و اندام در اسلام. نشر نخست، شماره 2 نشریه اینترنتی تابلو زنان، بهمن ماه 1392، فوریه 2016. در قلمرو اسلام معاصر شاید موضوعی به اندازه تن و زن حساسیت برنیانگیخته و به همین میزان ناروشمند فهم نشده است. جستارهای مربوط به قلمرو تن و زن، اروتیسم و سکسوالیته در اسلام وجود دارند، اما هنوز این جستارها به طور گسترده، آزاد و عمومی در جامعه‌های اسلامی طرح نمی شود. گفتن ندارد که کاوش و شناخت مبانی سنت نخستین اسلامی درباره تن و زن یکی از مؤثرترین راه‌ها برای واسازی گفتار ایدئولوژی و نیز سنتگرایی اسلامی است. کتاب زئو مگن با عنوان فضیلت‌های تنانه، شهوت و طهارت در فقه اولیه اسلامی اثری است
با طرح و ایده‌های بدیع درباره اروتیسم در اندیشه اسلامی سده‌های اولیه. روح و جسم به مثابه دوگانه آشتی ناپذیر که یکی روح بر دیگری جسم برتری و سروری دارد مقوله یونانی است. در هم تنیدگی روح و جسم امری است که در دورانهای نخستین تاریخ مکتوب دیده می شود. هرچه از جوامع ابتدایی بیشتر فاصله می گیریم و به تمدنهای بزرگ نزدیکتر می شویم، این فکر که آدمی جز خور و خواب و خشم و شهوت نیازهای دیگر نیز دارد یا جسم انسان فانی است نیرو می گیرد. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی نوشت: تمتع یافتن از این گونه چیزهای لذیذ و دلبستگی افراطی به آنها صفتی حیوانی است. و پولس رسول در رساله به رومیان آورد: کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟ برای سده‌های پیاپی تن در زمین چنگال زده بود، ولی روح به بالا بال می گشود. یکی در آستانه تباهی و فرسودگی و پوسیدگی و دیگری جاودانه و پاک و پیراسته از خون و خاک. این دوگانه همستیز در سده 20 دوباره راه آشتی پیش گرفتند. امروزه به یمن تکنولوژی و عصبشناسی و روانشناسی و تحول در شاخه‌های گوناگون علوم انسانی دیگر مرزی آنچنانی میان روح و جسم در میان نیست. به گفته مگن، اگر قدیم‌ها می‌گفتند روح سالم در بدن سالم است، امروزه می‌گویند بدن محرک روح است. و سخن تامس هابز که هرچه هست بدن است، در عمل مبنا و مفروض اصلی فرهنگ توده شده است. در جزیره العرب زمان پیامبر به دشواری میتوان دوگانگی روح و جسم را سراغ گرفت. روح و جسم در تاریخ اسلام به تدریج از یکدیگر جدا میشوند. این زمانی رخ میدهد که مسلمانان پس از فتوحات از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر به ویژه از فلسفه یونانی می‌آموزند و اثر می‌پذیرند. افلاطون نه تنها آدمی را به روح و جسم شقه می‌کرد که جهان واقعیت را نیز از جهان ایده‌ها جدا می‌ساخت. صورتی در زیر دارد، آنچه در بالا دستی. بنابراین به نظر مگن نزاع میان روح و جسم در اسلام بیشتر میراثی یونانی و افلاطونی و نوافلاطونی است تا مربوط به اسلام آغازین. در اسلام میان پیکره مادی و جوهر روحی گسستی قاطع وجود ندارد. پیامبر در قرآن آشکارا پیروان خود را از رهبانیت یا دنیا گریزی پرهیز داد. همچنین پیروان خود را وعده داد اگر به دستورهای خدا عمل کنند به بهشتی روند که آکنده از لذتهای جسمانی است، به ویژه لذات شهوانی. و سرانجام بحث طهارت در اسلام از نظر مگن چنان مرکزیتی دارد که نافی هر گونه شکاف عمیق میان روح و جسم است. بخش مهمی از کتاب به نظریه بدیع مگن درباره احکام طهارت و بار اروتیک آنها می‌پردازد. از نظر او جستار طهارت از دو تکه شدن زهد و تنانگی پیشگیری می‌کند. مگن استدلال می‌آورد که احکام طهارت به طور کلی و احکام مربوط به رفتار شهوانی به شکل خاص به جای برجسته کردن یا تداوم بخشیدن به دوگانگی وجود و ماهیت، پیوستگی امر مادی با امر روحانی را به صورتهای گوناگون در خلقیات اسلامی تقویت و تحکیم می کنند. کسی که به جستار طهارت نه تنها در کتابهای فقهی که در آثار صوفیان و عارفان و متکلمان نیز مینگرد در میابد چه اندازه تن در میدان امور روحانی حضوری سرشار دارد. لاله بختیار در کتاب دایره المعارف فقه اسلامی راهنمای مکاتب اصلی آورده است: هیچ دینی به اندازه اسلام به طهارت اهمیت نداده است.
حتی در حدیثی از پیامبر آمده که طهارت بخشی از دین است. مگن این سخن را مبالغه آمیز می شمارد و می نویسد که اگر کسی به فقه یهودی و زرتشتی و هندو بنگرد، همین تأکید را بر مسئله طهارت می یابد. ولی آنچه اسلام را متمایز می کند آداب روزانه مکرر طهارت است که به جنبه مهمی از زندگی عادی و هر روزینه مسلمان بدل می شود. در آثار زرتشتی و مسیحی و یهودی شرح پردامنه ای از دفع و ادرار و جنابت و انزال و احتلام و آمیزش جنسی زرتشت و موسی و عیسی یا قاعده شدن همسران پیامبران نیست، ولی متون سیره، حدیث و فقه اسلامی هیچ پرهیز و پروایی از نقل و شرح این امور درباره محمد، صحابه و تابعان به چشم نمیخورد. قرآن میان طاهر بودن زنهای بهشتی و فریبندگی و گیرایی جنسی آنها رابطه‌ای مستقیم و روشن برقرار می کند و برای پارسایانی که به بهشت می روند تصویرهایی سخت جزئی از اندام زنان موعود نقش می زند. یکی از استدلالهای اصلی کتاب آن است که توصیه اسلام برای طهارت، وضو یا غسل پیش از انجام عبادت نه به دلیل ناسازگاری سرشت پرستش خدا و آیین‌های مذهبی با شهوت و غریزه و کارکرد معده و مثانه، که به دلیل همسرشتی آنهاست. به ویژه مگن توضیح می‌دهد که در اسلام عشق اروتیک با عشق الهی از یک جنس به شمار می‌رود و از این روست که نمی‌توان همزمان به هر دو پرداخت. عشق الهی نه با روح تنها که با تن سراپا ورزیده می‌شود، درست مانند عشق اروتیک. از این رو عشق ورزیدن به جنس دیگر چنان توان و توشی می‌خواهد که شریک بردار نیست. اسلام میان این دو عشق حجابی می‌کشد، ولی دری در وسط باز می‌گذارد. این در همان احکام طهارت است. مسلمان هر روز چند بار میان این دو ساحت می‌گذرد، از در احکام طهارت عبور می‌کند. چنین است که پیامبر میگوید از دنیای شما 3 چیز در چشم من عزیز است: زن، عطر و نماز. مگن با بلاغت و فصاحت تمام تبیین می کند که در اسلام دوگانه ای به نام احداث طهارت که یکی بر دیگری برتری داشته باشد نبوده است. احداث یعنی کارکردهایی از بدن یا رفتارهایی که موجب ضرورت غسل یا وضو برای نماز می شوند، مانند ادرار کردن، دفع کردن، انزال منی یا قاعدگی. هیچ کدام از این احداثها باری منفی در زبان دینی اولیه ندارند. رویکرد مسلمانان اولیه به موضوع سکسوالیته یکسره مثبت و فارغ از خارشماری‌ها و نافی دیدی است که رویارویی میان جسم و روح یا پارسایی و لذت را پررنگ می کند. مگن بحث دامنگستری می آغازد درباره ملامسه یا تماس با زن و ضرورت غسل، پس از آن برای نماز. اختلاف‌های فقیهان مکاتب گوناگون فقهی را می آورد و می کوشد تصویر پنهان زن و تن را از میان این بحث‌های یکسر فقهی بیرون بکشد و صیقل زند. آیا ضرورت غسل بعد از ملامسه به معنای آن است که زن در نظر اسلام تنی پلید داشته و تن مرد را می آلوده؟ نویسنده آرای گوناگون را می آورد و نشان می دهد که پلیدانگاری تن، خاصه تن زن، به هیچ روی از آثار اولیه فقهی و حدیثی برداشت نمی شود. در این کتاب که نمونه پژوهش دانشگاهی جامع و ارزنده‌ای درباره سکسوالیته در فقه و حدیث اسلامی است، همپایی و دوشادوشی دو امر به ظاهر ناسازگار نشان داده می شود: نیروی رها و سیال و گریزنده غریزه جنسی و چارچوب دربند کشنده و قاعده‌مندانه فقه. نویسنده استدلال می کند نظام فقهی اولیه گواه آزادی میل جنسی در چارچوبی مشخص است. پیامبر و یارانش از وجد و شور جنسی و جسمی نپرهیختند
و تنها با طهارت به آستانه عبادت گذر کردند. به واقع فقه به شهوت رسمیت می‌بخشد. انسان می‌تواند شهوت بورزد و در عین حال به ساحت معنوی نیز گام بگذارد. این راه را فقه با طرح احکام طهارت هموار می‌کند. از نظر مگن، متون فقهی و حدیثی خود نشانه و استعاره همزیستی شهوت و عبادتند. او می نویسد فقه ژانری است که تعقل علمی، قیاسی و نظاممند درباره موارد متعددی از قانون را ثبت می کند. کار فقه انگیزش شورمندانه نیست و سبک آن از فرح بخشی رمانتیک بسی به دور می ماند. با این همه فقه الملامسه و فقه الجنابه گرچه به دست همان فقیهان جدی نوشته شده که دیگر ابواب فقه را نوشتند، هر برگش آراسته به خلاقیت‌های ادبی فقهی تازه است، نمایشگر شورمندی‌های تنانه. حدیث را آرام می‌کند ولی حدیث فقه را می‌آشوبد. نتیجه پایانی کتاب آن است که محدودیت‌هایی که فقه برای لذت می‌گذارد آن را از میان نمی‌برد، آن را ممکن می‌کند. نرده‌های مانع همسایه‌های خوب می‌سازند و مرگ زندگی را شیرین می‌کند و بر همین سیاق انضباط دینی به ارج شناسی و بهره‌گیری بهتر از عناصر انضباط ناپذیر زندگی می‌انجامد. سکسوالیته و معنویت هر دو فعالیت‌های عمدتاً در قلمرو قاعده ناپذیرهایند. شریعت مرزهای هر یک را می‌گذارد و در نتیجه هر دو را ممکن می‌کند. نه تنها فقط جامعه که فرد نیز برای لمس امر نامحسوس نیاز به سکوی پرشی دارد تا او را به ستیغ قله‌های تعالی یا لذت و کام این جهانی برساند. نظم و انضباط مجال لذت را فراهم می‌آورد. علم به هنر خدمت می‌کند. ثبات و ساختار نقاط ارشمیدسی، بیباکی و ماجراجویی است. قانون شما را آزاد می‌کند. پایان نقل قول. با این نتیجه گیری موافق باشیم یا نه، کتاب این پژوهشگر اسرائیلی افقهای تازه‌ای را برای کشف مرزها میان تن و امر مقدس در اسلام به دست می‌دهد، بدون آنکه ما را به فرافکنی ارزش‌ها و دیدگاه‌های امروزی بر سنت 1000 سال پیش وادارد یا به مغاک مغالطه زمان پریشی اناکرونیسم بغلطاند. بخش چهارم، بهایی بیگانه ترین دیگری. مسئله بهایی مسئله انسان. نشر نخست وبسایت آسو، تیر ماه 1396 جولای 2017. دولت ایران علیه شهروندان دو گونه تبعیض روا می‌دارد. یکی تبعیض‌های غیرقانونی مانند رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با انگیزه‌های سیاسی یا منع شهروندان سنی مذهب از دستیابی به مقامات بالای دولتی. دیگری تبعیض‌های قانونی. بخش عمده تبعیض‌های مذهبی در ایران وضع و مفاد قانونند و دولت موظف به اعمال آنهاست. تبعیض علیه مذاهب و ادیان دو اصل بنیادی قانون اساسی مدرن، معاهده‌ها و توافق‌های بین المللی و نیز حقوق بشر را نقض می‌کند. اصل آزادی شهروندان و اصل برابری آنها با یکدیگر. از آنجا که نسبت تشیع اثناعشری با آیین‌های دیگر یکسان نیست، در قانون اساسی نیز حدود و ابعاد تبعیض دینی بسته به هر آیینی تعریفی متفاوت یافته است. در این میان تبعیض علیه شهروندان بهایی شدت و خصلت ویژه‌ای دارد. جمهوری اسلامی این شهروندان را از حقوق اولیه خود محروم می‌سازد و حتی در حفظ امنیت جانی و مالی آنان نیز عامدانه اهمال می‌ورزد. برخلاف گروه‌های دیگر، تبعیض علیه بهائیان نه با وضع قانون و تعیین حقوق و وظایفی خاص که از راه سکوت درباره آنها صورت می‌بندد،
به سخن دیگر دولت ایران پیروان ادیانی چون یهودیت و مسیحیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد، یعنی به وجود آنها میان شهروندان ایرانی اعتراف می‌کند، اما بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، گویی وجود ندارند. اگر کسی را نبینیم، او را پیش روی خود حاضر ندانیم، چگونه می‌توانیم حقی برای وی بشناسیم؟ اگر بود او را نابود بینگاریم، چه چیز ما را از نابود کردن وی باز خواهد داشت؟ پرهیز از به رسمیت شناختن یک انسان یا گروهی از انسانها خطرناکترین نوع تبعیض و زمینه‌ساز فجیع‌ترین اشکال جنایت علیه بشریت است. اینجا مسئله فراتر از حق آزادی و برابری است. بودن یا نبودن انسان در میان است. جمهوری اسلامی ایران، استثناگرایی شیعی. جمهوری اسلامی ایران تنها دولت اسلامی است که در قانون اساسیش نه اسلام که شاخه ویژه‌ای از آن مذهب شیعه اثناعشری در مقام مذهب رسمی کشور تعیین شده است. افزون بر پیروان شاخه‌های گوناگون تشیع مانند پیروان شیعه اسماعیلی، حدود 11% از جمعیت ایران از اهل تسنن و حدود 2% از پیروان ادیانی به جز اسلامند. دولت‌های اسلامی دیگر جهان فارغ از میزان نسبت جمعیت شیعه و سنی در آنها، مذهبی خاص را در قانون اساسی خود رسمیت نمی‌بخشند. برای نمونه جمعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان 85% است، یعنی کم و بیش مشابه ایران. ولی در قانون اساسی این دولت سخنی از مذهب رسمی کشور نیامده است. آمارهای غیر رسمی جمعیت شیعیان کویت را حدود 40% نشان می‌دهند. اکثریت قریب به اتفاق 60% دیگر از اهل تسنن‌اند. اصل دوم قانون اساسی کویت چنین است: اسلام دین دولت است و شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است. درست همین عبارت به اضافه زبان رسمی عربی است اصل دوم قانون اساسی بحرین است. آمارهای رسمی میگویند 49% جمعیت مسلمان این کشور شیعه هستند. نمونه دیگر نظام حاکم بر عربستان سعودی است که مشروعیت خود را از نهاد روحانیت سنی سلفی میگیرد. اصل نخستین قانون اساسی این کشور چنین میآغازد: پادشاهی عربستان سعودی دولت عربی اسلامی مستقلی است. دین اسلام. در آمارهای غیر رسمی شمار شیعیان احتمالاً بیش از 10% جمعیت است. به رغم تبعیض‌های گسترده دولتی علیه شهروندان شیعه، قانون اساسی دستاویزی برای این تبعیض‌ها به دست نمی‌دهد. تبعیض اساس قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری اسلامی منشوری از تبعیض‌های گوناگون است. تبعیض علیه زنان، نامسلمانان، اهل تسنن، شهروندان غیر روحانی و نیز شیعیانی که تفسیر رسمی از ولایت فقیه را نمیپذیرند. این قانون در شکل و شمایل شبیه قانون اساسی مدرن و در اصول و مبانی تباین کامل با آن دارد. همین بس که مواد بسیاری از آن ناسازگار با مفاهیمی پایه‌ای چون بشریت یا شهروندی است. چند ماه پس از پیروزی انقلاب، 29 تیر ماه سال 1358 انتخابات سراسری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که برندگان آن بر 73 کرسی این مجلس نشستند. در 28 مرداد ماه همان سال مجلس گشایش یافت و در میان تندباد تنش‌های سیاسی ماه‌ها به طول انجامید. بیشتر کسانی که به مجلس قانون اساسی راه یافتند از روحانیان سرشناس مناطق گوناگون ایران بودند که به رغم اختلاف مراتب علمی و نفوذ اجتماعی میان آنها در وفاداری متعصبانه به آیت الله خمینی از هم پیشی می گرفتند. صورت جلسات این مجلس بازتاب روشن چیرگی روح فقهی بر سراسر روند تدوین قانون اساسی است. خاطره تلخ عصر مشروطه در ذهن روحانیان همچنان زنده بود.
در آن عصر روحانیان یا در برابر جنبش مشروطیت ایستاد یا برای همراهی کوتاه مدتش با آن دچار احساس غبن و خسارتی شکننده شد. فروپاشی انقلابی نظام پادشاهی فرصتی بود تا روحانیت داد خیش از مشروطیت بستاند و قانون اساسی قلب تپنده تجدد سیاسی را به رسم خیش از نو بنویسد. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. ناسازگاری ذهنیت فقهی با اندیشه قانون. در اسلام هم مفهوم قانون با ادیان دیگر به ویژه یهودیت و مسیحیت تفاوت بنیادی دارد، هم تاریخ سیاسی آنها یکسره از همدیگر جداست. از طرفی هم سرگذشت و سرنوشت رویارویی دو قلمرو اسلامی و اروپایی با مفاهیم مدرن شباهتی به هم ندارند. مفاهیم مدرن از دل سنت‌های دینی و عرفی بومی اروپا برآمدند، ولی در قلمرو اسلامی بیگانه‌ای بیرونی بودند که گاه با ضربه چکمه استعمار مرزها را در نوردیدند. روند ورود مفاهیم مدرن و ترجمه آنها به واژگان کهن یا نوساخته از جریان طبیعی و ضروری آرام و تدریجی فهم آن مقوله ها شتابی بس تندتر داشت. همین واژه قانون نمونه‌ای گویاست. برای روحانیان آنچه متجدد مآبان فرنگ رفته با قانون و حکومت قانون از آن یاد می کردند پدیده‌ای جدید نبود و در سنت اسلامی معادلی به نام شریعت داشت. در نتیجه تدوین قانون را به معنای گنجاندن قانون شرع در قانون اساسی و قوانین عادی می شمردند. میرزای نائینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله بارها به صراحت تأکید کرد که اصول و مبانی حکومت مشروطه از کتاب خدا و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه گرفته شده و آنچه غربیان از قانون و حکومتداری می‌دانند و به رفتار می‌آورند در جریان جنگ‌های صلیبی از مسلمانان آموختند و در نتیجه مشروطه نه امری وارداتی که گوهری گم شده اما بازیافته است. نائینی در آن رساله شرح رویایی را می‌نویسد که در آن امام 12 شیعیان با تأیید درونمایه رسالت وی می‌گوید مشروطه اسمش تازه است و مطلب قدیمی است. در جریان انقلاب ایران برداشت فقهی از قانون اساسی به مرحله دیگر گذر کرد. در سپیددم پیروزی انقلاب آیت الله خمینی دیدگاه خود درباره ولایت فقیه را اصل بدیهی اسلام و مخالفان آن را نادان یا بدخواه خواند. در نگاه وی مسلمانان و مراجع تقلید تردیدی ندارند که قوه قضاییه و قوه مقننه باید مطابق احکام شریعت سامان گیرد و کار کند. حال که چنین است، چه کسی جز شریعت شناس شیعه فقیه شایسته نظارت بر حسن اجرای شریعت و نشستن بر مسند سلطان است؟ در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی همین نکته به صراحت گنجانده شده است. قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد فقهای عادل امری محتوم و ضروری است. پس از پیروزی انقلاب آیت الله خمینی دیدگاه تازه‌ای پیش گذاشت که نه تنها قانون که فقه را نیز از بیخ و بن بی‌معنا می‌کرد. مصلحت نظام. مصلحت نظام به روایت آیت الله خمینی نام دیگری برای اقتدارگرایی مطلق است
که در بازنگری قانون اساسی بدان وجاهت قانونی داده شد، بدعتی بنیان برانداز و بحران ساز. کاربرد سراپا وارونه اصلاح مدرن حکومت قانون در ادبیات جمهوری اسلامی گواه بیگانگی نظام حقوقی سیاسی حاکم با روح قانون اساسی مدرن است. هر قانونی تنها پس از تأیید فقیهان برکشیده و برگزیده ولی فقیه و پس از اطمینان یافتن از سازگاریشان با شریعت اعتبار می‌یابد. با این همه دستگاه پیچیده و پرپیچ و خم حکومت تا جایی ملزم به اعمال اجباری آن قوانین است که ولی فقیه اجرای آنها را به زیان مصلحت نظام نیابد، وگرنه با حکم حکومتی شخص حاکم قانون به تعلیق در می آید. ولی فقیه یگان شهروند استثنایی کشور است که هم از وجاهت شرعی برای نقض شرع برخوردار است و هم مشروعیت قانونی برای تعلیق قانون دارد. همه شهروندان نه در پیشگاه قانون که در پیشگاه ولی فقیه برابرند، یعنی همگان به یک سان باید از او فرمان برند، ولو اینکه خود مجتهدی در فقه و مرجع دینی باشند. همه در پیشگاه قانونی برابرند که خود برابری شهروندان را نادیده می‌گیرد. بازگشت به گذشته با قطار تجدد. اگر هانا آرنت، اندیشمند سیاسی آلمانی، در سال 1357 زنده بود، آنچه را در ایران رخ داد انقلاب نمی‌نامید. انقلاب از نگاه وی درگیر شدن با تجربه تازه‌ای از زمان حال است، نه صرفاً دگرگونی نظام سیاسی پیشین. انقلاب آغازیدن است، خلق چیزی از عدم. تغییر ناگهانی حکومت‌ها همواره در تاریخ بوده، ولی انقلاب پدیده‌ای جدید است، چون آرمان آن بنیاد نهادن نظمی بی سابقه و بدون الگویی پیشینی است. همچنین برای آرنت تعبیر انقلاب اسلامی فاقد معناست، زیرا در نگاه او انقلاب آغاز گشایش به روی قلمرو این جهانی و عرفی است. وی یکی از عوامل مهم انقلاب را وجه عرفی و این جهانی بخشیدن به امور، به عبارت دیگر تفکیک دین از سیاست و ظهور یک قلمرو دنیوی با شأن و حیثیت خاص خود برشمرد. آنچه ما انقلاب مینامیم دقیقاً مرحله گذر به یک قلمرو جدید دنیوی است. پایان نقل قول. افزون بر این، آرنت تأکید می‌کند که از چشم ناظران و شاهدان انقلاب‌ها توامان بودن مفهوم انقلاب و آزادی تردید بر نمی‌تافت. وی سخن کندورسه را نقل می‌کند که واژه انقلاب را تنها می‌توان به انقلاب‌هایی اطلاق کرد که هدفشان آزادی است. آزادی و آغازگری دو خصلت ناگزیر انقلابند. آرنت بر تمایز میان رهایی و آزادی اصرار می‌ورزد و می‌نویسد: هیچ چیز بیهوده تر از رهایی و طغیانی نیست که در پی آن به استوار کردن بنیان آزادی تازه به دست آمده نپردازند. 3 انقلاب با بنیاد نهادن آزادی برابر است، نه با تلاش برای رهایی. پایان نقل قول. چنین است که در پی یک انقلاب حقیقی بشر از حق سلب ناشدنی برخوردار است: حیات، آزادی و مالکیت. جان کلام آنکه فقط هنگامی میتوان از انقلاب سخن گفت که دگرگونی به معنای آغازی تازه باشد و خشونت به منظور تشکیل حکومت به شکلی نو و ایجاد سازمان سیاسی جدیدی برای جامعه به کار رود که در آن رهایی از ستمگری به قصد استمرار آزادی صورت پذیرد. پایان نقل قول. طرفه آنکه آرنت خود شرح می‌دهد که واژه انقلاب در کاربرد پیشا مدرنش به معنای بازآوری یا بازگشت است، درست خلاف معنای مدرن آن. دگرگونی‌ها و شورش‌های جهان قدیم نظم مستقر فاسد را برمی‌انداختند تا به گذشته، به الگوی اصیل نخستین و آرمانی بازگردند. از اینجا بود که توماس پین،
اصطلاح ضد انقلاب را برای توصیف انقلاب‌های فرانسه و آمریکا همچنان مناسب‌تر می‌دانست. آرنت هر طغیان توده‌ای را انقلابی نمی‌داند. از نظر او با نگاه به محتوای قانون اساسی و نوع حکومتی که پیش گذاشته می شود می توان انقلابی بودن یا انقلابی نبودن طغیان توده‌ای را سنجید. او به یکی از معناهای اصلی کانستیتیوشن یعنی تأسیس اشاره می کند و میان دو نوع قانون اساسی تمایز می گذارد. یکی آنکه به وسیله حکومتی غیر انقلابی اختیار می شود، زیرا مردم حتی به کمک انقلاب نتوانستند حکومتی از خود تأسیس کنند. دیگر آنکه به قول گلادسون از تاریخ پیشرو یک ملت برآمده است و نتیجه کوشش آگاهانه همه مردم برای بنیادگذاری یک سازمان جدید سیاسی است. پایان نقل قول. سپس سخن تاماس پین را می آورد که قانون اساسی ناشی از عمل حکومت نیست، ناشی از عمل مردم است که تأسیس حکومت می کنند. پایان نقل قول. در اثر دورانساز مونتسکیو یعنی روح القوانین به موضوع تأسیس آزادی سیاسی پرداخته شده است. بازاندیشی قانون اساسی، آغاز آینده. پس از گذشت 4 دهه از تصویب قانون اساسی، جامعه غیر بهایی ایران باید دست کم معنای سکوت آن را درباره بهاییان دریافته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکار وجود شهروندان بهایی، مسئله بهایی را به بنیادی ترین مسئله یعنی مسئله انسان بدل می سازد. آنچه در قانون اساسی غایب است، واژه انسان به معنای مدرن آن است. این نه تنها زمین ساز سرکوب بهاییان است، بلکه بهانه‌ای برای قربانی کردن هر انسان دیگری را نیز به دست می‌دهد. همسویی ایدئولوژیک با نظام سیاسی و وفاداری مطلق و مبالغه آمیز به رهبری آن نه فقط شرط ورود به دستگاه حکومت که معیار داوری رسمی درباره ارزش انسان‌ها می‌شود، حتی شهروندان شیعه اثناعشری. اگر به اهمیت بنیادین قانون اساسی باور داشته باشیم، میپذیریم که تصور آینده دموکراتیک و آزاد ایران بدون تدوین قانون اساسی جدید محال است. به نظر میرسد آغازگاه ناگزیر تأمل نخبگان ایرانی درباره آینده اندیشیدن و سنجیدن ایده قانون اساسی از نو باشد. قانون آینده پیش از هر چیز باید یکایک شهروندان خود را ببیند، به رسمیت بشناسد و راه انکار وجودشان را به هر بهانه و بهایی که باشد به روی همه ببندد. انسانی بودن هر قانون اساسی را میتوان با همین معیار اندازه گرفت. در برابر هر قانونی میتوان پرسید این قانون درباره کدام انسان یا جمع انسانی خاموش است؟ سکوت قانون مرگ آدمی است. پینویس‌های مربوط به این نوشتار را می توانید در صفحه 582 پیگیری کنید. تعصب مذهبی و تفکر انتقادی. متن سخنرانی در 24مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو 7 شهریور 1393 29 آگوست 2014. شاید دیر زمانی بود که اینقدر سخن گفتن از تعصب مذهبی ضرورت پیدا نکرده بود. سرزمین پهناوری در خاورمیانه در آتش نزاعهای مذهبی می‌سوزد. مردمانش آواره، داغ دیده، بی سر و پناه می‌شوند. لحظه‌های عادی روزمره به کابوس‌های نادر ذهنی بیمار بدل می‌گردند و هیچ چشمانداز روشنی از فردا پیدا نیست. آنجا هم که خیابان و خانه رزمگاه زنان و مردان مسلح یا بی سلاح نیست، تبعیض و سرکوب نظاممند سیاسی و اجتماعی تعصبات مذهبی را شدت و شتاب می‌بخشد و قربانی می‌گیرد. ایران و عربستان سعودی 2 کشور باثبات منطقه اند که قساوت‌آمیزترین نوع تبعیض‌ها را علیه اقلیت‌های مذهبی روا می‌دارند.
اگر کسی می‌خواهد ژرفای مصیبتی را که بر این پاره از کره زمین می‌رود بنگرد، خوب است روزگار ما را با سده 19 مقایسه کند و ببیند که در سده 19 خاورمیانه یا آنچه جهان اسلام خوانده می‌شود در بردارنده چه تنوع رنگارنگی از جوامع دینی بود. برای نمونه مسیحیان عرب نقشی پررنگ در گذار از جهان قدیم به جهان جدید بازی کردند و حتی در نوسازی زبان عربی سهمی انکار ناپذیر داشتند. با این همه امروز مسیحیان در عراق طعمه سنگ دلانه ترین شکل تاریک‌اندیشی مذهبی اند. از زادبوم خود رانده و حرمت و کرامتشان در انبوه درد و دود و دم و گوگرد گم شده است. یهودیان در قلمروهایی که سابقه صدها و بلکه هزاران سال سکونت دارند، آزرده از آزار دیگران، یادگارهای نیاکان خود را به تلخی وامی نهند و راهی دیار نامسلمانان می شوند. بهائیان در سرزمینی که آیین آنان زاده شد و برآمد، از گزند دولت و فضای عمومی جامعه در امان نیستند و از حقوق ابتدایی شهروندی بهره ای ندارند. جهان اسلام و خاورمیانه با شتابی شگفت‌آور پویایی مذهبی خود را از دست می‌دهد و یک دست می‌شود. اما مگر آنجا که تعصب است، مسلمان به جان مسلمان نمی‌افتد. نبرد شیعه و سلفی، یا بهتر بگوییم تنش‌ها و خشونت‌هایی که خود را در گفتار و ادبیات مذهبی باز می‌نماید، برای دهه‌های بسیار پیکر جهان اسلام را شرح خواهد کرد. مهاجرت انبوه نامسلمانان از سرزمین‌های اسلامی یا مهار و فشار سیستماتیک بر آنان پایان خشونت نیست. آنجا که مسلمانی نتواند با یهودی و بهایی کنار آید و بنیاد همزیستی بگذارد، با مسلمان دیگر هم نخواهد توانست. برادر جان برادر می‌گیرد و زن بر پارنانی خوشبختی ناگزیر سینه قبیله خود را می‌درد. تعصب مذهبی چیست؟ در سده 18 در عصر روشنگری، اصحاب خردگرای دائره المعارف در تعریف فنتیسیزم یا تعصب مذهبی نوشتند: تعصب کورکورانه و شورمندانه ای که حاصل باور به خرافه است و به رفتارهایی می انجامد که مسخره، ستمگرانه و سنگ دلانه اند، ولی متعصبان بدون شرم و افسوس آن رفتارها را می کنند و حتی از آن لذت می برند و بدان خرسندند. در نتیجه فنتیسیزم تجسم عملی خرافه است. پایان نقل قول. به سخن دیگر، تعصب بروز و ظهور خشمگینانه و طوفانی و غیورانه و پرغوغای خرافه است. ولی خرافه چیست؟ شاید خرافه باورها و جزمیاتی است که هنوز تن به سنجش و اندیشیدن انتقادی ندادند. عقایدی که مردریگ گذشتگان یا حاصل نظام و مناسبات موجود قدرتند و در نتیجه اعمال قدرت عده‌ای را علیه شماری دیگر توجیه می کنند و مشروعیت می بخشند. خرافه عقیده‌ای باطل است، اما معصومانه نیست. خرافه یک راست به نظم و پایگان و سازوکارهای قدرت پیوند دارند. ممکن است به ظاهر موضوع خرافه‌ای مربوط به عالم بالا یا مفاهیم انتزاعی باشد، ولی در نهایت همان انگاره‌های مابعدالطبیعی یا مجرد روابط و مناسبات میان آدم‌های گوشت و پوست و استخوان‌دار را شکل می‌دهند. بنابراین سنجش عقلانی خرافات و اندیشیدن انتقادی به آنها تنها تمرینی فکری یا دلمشغولی دانشگاهی نیست، بلکه وظیفه‌ای ضروری برای تحقق عدالت و آزادی و ستیز با شکل‌های پیدا و پنهان ستمگری و اقتدارگرایی است. ولتر در کتاب فرهنگ فلسفی به درستی نوشت تعصب مذهبی جان آدم‌ها را ناآرام می‌کند و همواره آنان را در عبوسی و برانگیختگی و پرخاشگری و جوش و خروش نگاه می‌دارد. از این روست که خشونت و تعصب نام‌هایی ترساور برای یک چیزند و متعصبان همواره آماده‌اند پای باورهای خرافی را به میان کشند و پای آدم‌ها را بشکنند
و مرزهای بربریت را از نو گسترش دهند. ولتر نوشت: فیلسوفان با این پدیده سخت آشنایند و پادزهر آن را می‌دانند. پادزهر تعصب تفکر فلسفی است. هر قدر تعصب روان بشر را برمی‌آشوبد، فلسفیدن و اندیشیدن او را آرامش می‌بخشد. فلسفیدن امکان تأمل در عمل پیش از ارتکاب آن را پدید می‌آورد. به اقتضای مجلسی که در آن گرد آمده ایم، اجازه دهید به ستم‌هایی که بر جامعه بهائیان در ایران می‌رود اشاره کنم. بخش مهمی از این ستم‌ها حاصل تعصب مذهبی است. این تعصب مذهبی نه تنها در فقه شیعه توجیه شده که مبنای قانونگذاری ناعادلانه نیز قرار گرفته است. در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الالعبد غیر قابل تغییر است. در اصل 13 همین قانون می‌خوانیم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. چرا تنها پیروان 3 دین در قانون اساسی در مقام اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته می‌شوند؟ در زمان تدوین قانون اساسی، گروهی از سابئین که بیشتر در جنوب ایران زندگی می‌کنند، از نمایندگان مجلس تدوین قانون اساسی خواستند که به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته شوند. آنها به آیه‌ای از قرآن نیز استناد کردند که در آن نام سابئین آمده بود. نمایندگان گفتند چون فقیهان سابئین را به مثابه پیروان دینی حقیقی به رسمیت نمی‌شناسند، آنها نیز از به رسمیت شناختن سابئین در قانون اساسی سرباز می‌زنند. همچنین کسی نامی از بهائیان می‌آورد، اما در نسخه نشر شده مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی این اقتضا با سکوت و بی‌اعتنایی روبرو شده است. بنابراین تنها کسانی می‌توانند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت دینی شناخته شوند که در فقه اسلامی اهل کتاب به شمار می‌آیند. از این رو جا دارد از مفهوم و مصداق اهل کتاب پرسش کنیم. در فقه اسلامی یهودیان و مسیحیان کافرند، اما با دیگر کافران در اهل کتاب بودن تفاوت دارند. قلیلی از فقیهان حتی فتوا دادند اهل کتاب مانند دیگر کافران نجس نیستند و از قبیل خون و بول و مدفوع به شمار نمی آیند. فهم فقیهان و متکلمان و مفسران اسلامی از 2 دیانت یهودی و مسیحی غیر تاریخی است. یعنی آنچه آنان به استناد قرآن و حدیث به یهودیان و مسیحیان نسبت می‌دهند با آنچه یهودیان و مسیحیان درباره خود باور دارند تفاوت می‌کند. همانطور که عبدالمجید شرفی، اسلام شناس پرآوازه تونسی، در مقاله‌ای با عنوان مسیحیت در تفسیر طبری آورده، در قرآن عبارت اهل کتاب گاهی تنها درباره یهودیان، گاه درباره یهودیان و مسیحیان با هم و گاه به شکل انحصاری درباره مسیحیان به کار رفته است. قرآن تورات را کتابی که از سوی خدا به موسی نازل شده و انجیل را کتابی که از سوی خدا به عیسی نازل شده می‌داند. در قرآن از یک انجیل سخن به میان رفته، نه از اناجیل یا دست کم انجیل‌های 4گانه. طبری سرآمد و سرسلسله مفسران اسلامی تورات و انجیل را گاهی کتابی واحد می‌داند که در آن شریعت و احکام و مواعظ بیان شده است. در انجیل نام محمد به عنوان پیامبر بعدی آمده، اما انجیل و نیز تورات تحریف شدند، یعنی یا در آنها دستکاری شده یا تأویل‌های نادرست و تفسیرهای ناروایی از آنها شده، یا اباطیلی به خدا نسبت دادند یا پیامبران را تکذیب کردند یا نام محمد را از آن زدودند تا پیشگویی درباره ظهور اسلام را پنهان کنند. فهرست بلندی میتوان داد از تفاوت‌های بنیادی میان آنچه یهودیان و مسیحیان درباره اعتقادات خود میگفتند و میگویند
و تصور اسلامی از یهودیت و مسیحیت. اگر یهودیت واقعی و تاریخی نه آن یهودیتی است که فقیهان و مفسران مسلمان میگویند، اگر مسیحیت واقعی و تاریخی نه آن مسیحیتی است که فقیهان و مفسران مسلمان میگویند، چرا فقیهان همچنان یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب میخوانند؟ همچنین بعید است که کسی از فقیهان بزرگ با دستاوردهای علمی امروزه درباره آیین زرتشتی آشنا باشد. در متون اسلامی انبوهی از اطلاعات و نسبت‌های غیر تاریخی به زرتشتیان به چشم می‌خورد. آیا فقیهان زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسند چون آن ادیان پیش از اسلام زاده شدند و مشروعیت اسلام را نقض و نسخ نمی‌کنند؟ مگر نه این است که آن سه دین اسلام را دین حق نمی‌دانند؟ مگر نه آن است که در بستر تاریخ مسیحیان و مسلمانان بر سر زمین و آسمان خون یکدیگر ریخته و جهاد و جنگ صلیبی کردند؟ آیا این ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند چون پیروان آنان به وحدانیت خدا باور دارند؟ مگر بهائیان به وحدانیت خداوند اعتقاد ندارند؟ در الهیات بهایی چه عنصر تمایز بخشی نسبت به مسیحیان وجود دارد که باعث می شود دین کتاب نباشد یا پیروان آن اهل کتاب نباشند؟ کتاب‌هایی که فقیهان کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان می انگارند، از نظر تاریخی شباهت اندکی به تورات، عهد عتیق، اناجیل چهارگانه و انجیل‌های دیگر دارد. کتاب مقدس بهائیان همان اندازه میتواند برای فقیهان اسلامی نامقبول باشد که کتاب‌های امروزی یهودیان و مسیحیان. تأمل انتقادی در اهل کتاب نشان می‌دهد که اهل کتاب مفهومی ایدئولوژیک است، یعنی تحمل سنجشگری‌های عقلانی را ندارد و با اندکی واکاوی می‌شود تار از پودش گسست. این مفهوم تنها به کار مرز کشیدنها و اعمال تبعیضها علیه پیروان ادیان، حتی یهودیت و مسیحیت می آید. اهل کتاب دیواری می کشد میان امت و جماعت و دیگرانی که باید تحت قیمومیت و قدرت امت و جماعت باشند. اهل کتاب، امت و جماعت مفاهیمی دیگر سازند و به جهانی تعلق دارند که هنوز جامعه، ملت، دولت، فرد انسانی و شهروند، حقوق طبیعی و حقوق بشر زاده نشده بود و الهیاتی سیاسی شالوده نظم سیاسی و اجتماعی را می‌ریخت. هنوز درک فلسفی از دیگری وجود نداشت و نمی‌دانستیم که حذف دیگری، نپذیرفتن دیگری، نفهمیدن دیگری و ندیدن دیگری، نشناختن و ندیدن خود است. هنوز نمی‌دانستیم که مسئله بنیادین آزادی و عدالت دیگری است و هیچ آزادی و عدالتی بدون به رسمیت شناختن دیگری و حق برابر و آزادی او معنا و واقعیت ندارد. شیعیانی که آیین بهایی را نمی‌شناسند، درکی درست از هویت شیعی خود در 150 سال اخیر نخواهند داشت. سهل است، به دشواری می توانند از حقوق خود به مثابه شهروند آزاد دفاع کنند. در نتیجه دفاع از حقوق بهائیان آرمان تنها بهائیان نیست. مسئله شهروندان ایرانی است، چه بهایی، چه شیعه، چه خدا ناباور. زیرا شهروند ایرانی باید بتواند از آزادی و حقوق برابر خود دفاع کند و مگر می توان بدون دفاع از حقوق اقلیت‌ها از جمله بهائیان به چنین آرمانی دست یافت؟ فرقه ناجیه، رستگاری و حقوق شهروندی. متن گفتاری در مجلس تلاش برای حقوق بشر در ایران، لس آنجلس، 30 آبان 1392، 21 نوامبر 2013. در ادیانی که کتاب بنیادند مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام، رستگاری مسئله‌ای کانونی است. غایت و نهایت دینداری رستگار شدن است. نجات، خلاص یا فلاح. معنای رستگاری در ادیان گوناگون یکی نیست. در مسیحیت انسان از راه خون مسیح آمرزیده می شود.
از گناه نخستین می‌رهد و به زندگی جاودانه می‌رسد. در اسلام رستگاری با تزکیه، ایمان و عمل صالح به دست می‌آید. در مسیحیت رستگاری رهایی از شری در گذشته است و در اسلام دستیابی به خیری در آینده. رستگاری به هر روی رستن از خطری است، خواه خطر گناه ازلی و لعنت ابدی، خواه نابودی، تباهی و دوری از رضوان الهی. در مسیحیت و اسلام رستگاری نه تنها شالوده دینداری که مایه سعادت این جهانی نیز به شمار می رود. در دوران پیشامدرن میان رستگاری آن جهانی و سعادت این جهانی تمایزی نبود. تصور و تحقق یکی بدون دیگری به نظر ممکن نمی آمد. بنابراین گفتار قرآن مانند گفتار انجیل یا تورات مبنایی قرار گرفت برای تدوین معیارهای اخلاقی و حقوقی و دینی تا هم آدمی را در این جهان به فرجام نیک رساند، هم در آن جهان او را در خوشی و خرمی جاودانه سازد. بدینسان رستگاری چارچوب معنوی و روانی و نمادینی ساخت برای شکل دادن به هویت انسان متدین یا مسلمان. با اندیشیدن به رستگاری بیدرنگ به مفهوم حقیقت می رسیم. در جهان قدیم حقیقت یا مطلق بود یا از بن نبود. از این رو رستگاری نیز جز از راهی یگانه محال می نمود. برای دستیابی به رستگاری پاسداری از حقیقت مطلق ضرورت بود. در تکاپو برای نگاهبانی از حقیقت مطلق جنگ 72 ملت در می گرفت. ایده رستگاری و حقیقت هرچند در عالم نظر لطیف و روح پرور به نظر می رسید، در تاریخ به خون و خاک می آلایید. همان متنی که می گفت چون کسی بر گونه راست تو سیلی نواخت، گونه دیگر را به سوی او گردان، سده‌های پیاپی در جنگ‌های صلیبی درگیر شد و در سیلاب خونی که نبردهای فرقه‌ای به راه انداختند جان مسیحیان اروپا را به لب رساند. رستگاری، حقیقت و خشونت پدیده‌ها یا مفاهیمی به هم پیوسته و از هم ناگسستنی شدند. در اسلام روایتی رواج یافت که محمد پیامبر گفته است: یهودیان 71 فرقه شدند، همه آنها در آتشند جز یک فرقه. مسیحیان 72 فرقه شدند، همه آنها در آتشند جز یک فرقه. و این امت با 73 فرقه از هم جدا خواهند شد که همگی در آتشند جز یک فرقه. از پیامبر پرسیدند فرقه ناجیه یا فرقه رستگار کدام است؟ گفت آن فرقه که بر روش امروز من و اصحاب من است. پایان نقل قول. 400 نخستین تاریخ اسلام دوره تکوین و شکلگیری مذهب‌های اسلامی است و جدال بر سر آنکه کدام یک از فرقه ها ناجیه و رستگارند و کدام یک ضاله و گمراه. تردیدی نبود که جز یک فرقه نمیتواند رستگار باشد، چون حقیقت خود خداست و خدا یکیست. روایتی که آورده ایم دستمایه‌ای شد برای پیروان عقاید گوناگون که خود را دارنده حقیقت و بر حق شمارند و دیگران را دور افتاده از آن و گمراه. پژوهشگران حدیث نشان دادند که هم این روایت اعتبار تاریخی چندانی ندارد، هم واژه‌هایی مانند فرقه و مذهب در روزگار پیامبر به معنایی که بعدها این دو واژه یافتند به کار نمی رفتند. به سخن دیگر نه تنها اصطلاح نجات یا رستگاری معنایی ایدئولوژیک پیدا کرد که خود اصطلاح فرقه و مذهب نیز ایدئولوژیک شد. آن گروهی که می توانست با زور مادی و نمادین قلمرو عمومی را از آن خود کند و بر سریر سروری بنشیند و اکثریت را به سود خود همراه یا خاموش کند، به مذهب جماعت و سنت یا ارتدوکسی بدل می شد و گروه هایی که فاقد آن مکنت و قدرت بودند به حاشیه رانده می شدند و فرقه های ضاله یا بدعت آمیز لقب می گرفتند. این قدرت سیاسی
به معنای عام آن بود که جای عقیده مرکزی و عقیده حاشیه‌ای، سنت و بدعت را تعیین می‌کرد. در این بازار یا کارزار، شیعیان نیز اصول و مبانی مذهب خود را به تدریج تثبیت و مستقر کردند. مرز میان خود و دیگری را روشن ساختند و قلمرو عقیده صحیح و مذهب مختار را از عقیده سقیم و بدعتها جدا نمودند. برای سده‌های بسیار دیگری برای شیعیان مذهب اکثریت یعنی اهل سنت و جماعت بود، در حالی که اهل سنت و جماعت دیگری خود را بیشتر ادیان پیشا اسلامی مانند یهودیت و مسیحیت تعریف می‌کردند. با استقرار دولت صفوی در ایران و بدل شدن تشیع به ایدئولوژی سلطنت، روایتی رسمی از تشیع شکل گرفت که بیشتر مایه‌ای فقیهانه داشت. تشیع فقاهتی، تشیع صوفیانه و تشیع فیلسوفانه را نیز دیگری خود می‌دانست. به تدریج دایره این تشیع فقاهتی نیز تنگتر شد و تنها تشیع اصولیان را در بر گرفت و اخباریان را از میدان به بیرون راند. صدها اخباری در کربلا و نجف به دست اصولیان یا به تحریک آنان کشته شدند و نزاع اخباری ها و اصولی ها بدین سان با حکم خون خاتمه یافت. ظهور دیانت بهایی در سده 19 میلادی چالش سیاسی الهیاتی تازه‌ای پیش روی تشیع نهاد. دیانت بهایی نه در مقام فرقه‌ای از فرقه‌های اسلامی که به مثابه دینی جدید همان جایگاهی را برای خود می شناخت که اسلام در قیاس با ادیان پیشین. دیگری تازه‌ای به میدان آمده بود که تشیع و سلطنت مستحضر به مشروعیت شیعی باید به پیکار آن می رفت. جدال میان تشیع و آیین بهایی هرگز فیصله نیافت. هزاران بابی و ازلی و بهایی به زندان و بر زمین افتادند و در خاک خفتند، ولی دیانت بهایی رو به گسترش نهاد و جهانگیر شد. تداوم زمانی و بسط جغرافیایی آیین بهایی ماندگاری آن را تضمین کرد. تشیع با دیگری زوال ناپذیری رویارو شد که خشونت‌های دولتی و مردمی دیگر نمی‌تواند آن را یکسره از میان ببرد. اگر در گذشته خشونت علیه بهاییان به قصد و امید از میان بردن آن آیین بود، امروزه بیشتر به انگیزه مهار جامعه بهایی و مسون کردن امت شیعی در برابر اثرگذاری بهاییان است. عصر جدید دوران بحرانی شدن مقوله‌هایی چون رستگاری و حقیقت است. جنگ‌های مذهبی در سده‌های میانی اروپا بسیاری مردم آن سامان را به ایده رستگاری بدگمان کرد. دست کم رستگاری به روایت کلیساها. در عصر روشنگری به ویژه دانشمندان انگلیسی بر اهمیت حس اخلاقی تأکید کردند. حسی که از اصول و هنجارهای تثبیت شده رسمی اخلاق مذهبی فراتر می رود. این حس اخلاقی بیشتر خود را در شکل شفقت به دیگران نشان می داد. مهربان بودن با انسانها فارغ از آنکه چه عقیده‌ای دارند و چه می اندیشند. میل به مهربانی با دیگران مدارا را مشروعیت بخشید. مدارا با کسی مثل ما نیست، شکل ما نمی‌زید و مانند ما نمی اندیشد و مابعد و طبیعتی را که ما باور داریم نمی‌شناسد. اصل مدارا پس از تحولاتی فراگیر زمینه‌ای فراهم کرد برای توافقی گسترده درباره حقوق بشر و شهروندی. اینکه آدمی فارغ از نژاد، رنگ، زادگاه و باور و دین و جنسیت خود حقوقی دارد که هیچ کس نمی‌تواند آن حقوق را سلب کند. حقوق شهروندی مبنای نظام حقوقی جامعه و دولتی دموکراتیک و لیبرال قرار گرفت. رسیدن به حقوق شهروندی نیازمند فاصله گرفتن از تفسیر سنتی ایده‌هایی چون حقیقت و رستگاری بود. نظام‌های الهیاتی اخلاقی فقهی قدیم هنجارها و ارزش‌هایی را می‌ساختند که حقیقت مطلق را فرض می‌گرفت و رستگاری را مشروط و معطوف بدان می‌دانست. از دل آن نظام‌ها زنجیره‌ای زجرآور و دراز از خشونت‌های پیدا و پنهان بیرون می‌آمد که آزادی انسان، حق او برای ابداع خویش،
انتخاب سبک زندگی و بنیاد نهادن ارزش‌های خود را نادیده می‌گرفت. حقوق شهروندی زمینه آزادی انسان را با تلاش برای تحقق برابری فراهم می‌آورد. تحقق این ایده به نقادی عقل الهیاتی اخلاقی فقهی بستگی داشت. این کار در اروپای سده‌های اخیر صورت بست، ولی در بسیاری خطه‌های تمدنی و فرهنگی دیگر دیرتر آغاز شد یا هنوز در انتظار آغازیدن است. بهایی ستیزی در ایران سویه‌های بسیار دارد که سرکوب حکومتی تنها یک گوشه آن است. آزار و تبعیض علیه بهائیان جلوه‌ای از دیگری ستیزی است و چیرگی الگوهای فکری و ارزشی استوار بر حقیقت مطلق. دیگری ستیزی فرزند مناسباتی است که روایتی واحد از حقیقت مطلق می‌سازند و از درون آن نسخه‌ای برای رستگاری بشر می‌پیچند. به مصاف بهایی ستیزی رفتن یعنی تلاش برای فهم پذیر کردن و مشروعیت بخشیدن به حقوق شهروندی. برآوردن چنین تمنایی آسان نیست. گامی ضروری، البته نقد سراسری نظام الهیاتی اخلاقی فقهی کهن است. بی‌اعتبار کردن انگاری مطلق حقیقت و حقیقت مطلق و در هم شکستن مفهوم فرقه ناجیه. ولی خشونت تنها با نقادی‌های مقوله‌های نظری از میان نمی رود. هیچ فرقه‌ای با قوت فکر به چیرگی سیاسی دست نمی‌یابد که با نشان دادن سستی و شکنندگی فکریش از میدان به در رود. زور فکری نیست که عقاید عده‌ای را به مذهب اکثریت و مبانی فرقه ناجیه بدل می‌کند، بلکه دستگاه و روابط پیچیده قدرت است که گروهی را پیرامونی می‌کند و فرقه ای را رسمی. در نتیجه خشونت زدایی بدون کوشش برای تغییر موازنه نیروهای سیاسی و اجتماعی و برقراری نظمی دموکراتیک و پذیرش جامعه‌ای چندگانه در قومیت و مذهب و بیمذهبی و زبان و گرایش سیاسی و جنسی و فرهنگی ممکن نیست. البته باز گروهی میمانند که به حقیقت مطلق باور دارند و رستگاری را از درون آن میجویند. این گروه نیز باید پذیرفته شوند، بی آنکه چنان دست بالایی بیابند که بتوانند حقیقت خود را بر دیگران تحمیل کنند و اعمال خشونت را برای رسیدن به رستگاری موجه شمارند. با این همه پیش از برداشتن هر گامی نظری یا عملی، روشنفکران می توانند به بیداری حس اخلاقی در جامعه یاری رسانند. آن حس اخلاقی که فراتر از واجب و حرام فقه و یجوز و لا یجوز اخلاق رسمی است. آن حس اخلاقی که دل را از دیدن رنج دیگران به درد می آورد و نمی پرسد آن کس که رنج می برد نامش، جنسش، مذهبش، تبارش و نژادش کیست و چیست. آن حس اخلاقی که می تواند مهربانی با دیگران را برانگیزد و مایه قوام و انسجام اجتماعی جامعه شود و اعتماد مردم را به یکدیگر ترمیم کند. اگر رستگاری رهیدن از خطر است، حس اخلاقی باید بتواند ما را وادار کند خشونت ورزیدن به دیگران را نیز خطری برای کرامت انسان و سلامت جامعه بینگاریم و سرانجام باور کنیم که رستگاری بدون مهربانی با دیگران ممکن نیست. پینویس‌های مربوط به این نوشتار در پایان صفحه 594 آورده شدند. فتوا، قتل و حقوق شهروندی بهائیان. نشر نخست، وبسایت BBC فارسی، 6 شهریور 1392، 28 آگوست 2013. قتل عطاالله رضوانی، عضو سابق هیئت خادمین جامعه بهایی، نمونه‌ای از هزاران قتل بهایی‌ها در 150 سال گذشته است. خانواده مقتول به BBC گفتند آقای رضوانی بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود. امام جمعه بندرعباس به تازگی نیز علیه جامعه و آیین بهایی سخنانی درشت گفته بود. طی 100 و نیم گذشته، آزار و تعقیب و کشتار بهائیان
مسبوق به تبلیغات ضد بهایی روحانیت و در 35 سال گذشته حکومت بوده است. جدا از آنکه بهاییان بسیاری به طور رسمی اعدام شدند، بهاییان بیشتری به ضرب گلوله افراد ناشناس گرفتار آمدند که هویت ربایندگان و قاتلان آشکار نشده است. آنجا هم که هویت قاتل معلوم بوده، فشار مذهبی ها او را از چنگ مجازات رهانیده است. بهایی کشی و مجازات گریزی. این داستان قدیمی تر از عمر جمهوری اسلامی است. محمد تقی فلسفی، خطیب سرشناس ضد بهایی، در خاطرات خود نوشته است: در یکی از دهات یزد بهایی‌ها چند نفر از مسلمان‌ها را قتل عام کردند. در آن باره هم آیت الله بروجردی اقدام نمودند که قاتلین محاکمه و مجازات شوند. این واقعه موجب شد که مردم به فکر کشتن سران بهایی بیفتند و از جمله دکتر برجینس، یهودی بهایی شده، را در کاشان کشتند. پایان نقل قول. محمد واعظزاده خراسانی از قول آیت الله منتظری در کتاب چشم و چراغ مرجعیت نوشته است: یکی از خوانین اطراف اصفهان که بهایی بود اعمال نفوذ می کرد و یک سری کارهای ناشایست انجام می داد. آقای بروجردی فرمود: هیچ کس پیدا نمی شود این مردک را بکشد. پایان نقل قول. در همان کتاب محمد فاضل لنکرانی، مرجع تقلید درگذشته، آورده است: یک وقتی در اطراف یزد فرد بهایی به دست فرد مسلمانی کشته شده بود و دادگاه حکم به اعدام قاتل داده بود. بهاییان زیاد فعالیت می کردند که این حکم در یزد اجرا شود. 3 پدرم فرمود وارد خانه آقا شدم. دیدم آیت الله بروجردی در داخل حیاط قدم میزنند و به شدت ناراحت هستند. علت را پرسیدم. فرمود: مگر نمیدانی آبروی اسلام در خطر است؟ همین امروز به ما خبر دادند که روز نیمه شعبان مسلمانی را به جرم قتل فرد بهایی میخواهند در شهر یزد اعدام کنند. 3 حاج احمد خواسته ایشان را به شاه رساند. شاه هم دستور داد که اعدام روز نیمه شعبان اجرا نشود. بعد هم مرحوم آیت الله بروجردی وارد میدان شد و با فعالیت و تلاش بسیار قاتل را تبرئه کرد. پایان نقل قول. آیت الله منتظری نیز در خاطرات خود این داستان را نقل کرده است. حسین علی منتظری همچنین ذکر کرده که از آیت الله بروجردی فتوایی گرفته بدین شرح: بسم تعالی، لازم است مسلمین با این فرقه بهاییان معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند. حسین طباطبایی. پایان نقل قول. آقای منتظری همه طبقات و اصناف نجف آباد را دعوت کرده و از آنها خواسته تا اعلامیه‌ای بدهند. این گونه بود که مثلا نانواها نوشتند: ما به بهایی ها نان نمی فروشیم. راننده ها امضا کردند که ما دیگر سوارشان نمی کنیم. خلاصه کاری کردیم که از نجف آباد تا اصفهان که کرایه ماشین 1 تومان بود، یک بهایی التماس می کرد 50 تومان بدهد و او را نمی بردند. پایان نقل قول. فتوا علیه بهاییان. حدود 1 ماه پیش انتشار فتاوای آیت الله خامنه‌ای در وبسایت خبرگزاری تسنیم درباره بهاییان نگرانی‌ها درباره برخورد دولت با پیروان آیین بهایی را بیشتر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این فتواها بهاییان را از نظر فقهی نجس و پرهیز از معاشرت با آنها را ضروری خوانده بود. بهاییان در ایران فاقد امکان تحصیل در دانشگاه یا اشتغال در اداره‌های دولتی هستند و اجازه برگزاری علنی مناسک دینی خود را ندارند. پیروان ادیان دیگر جز اسلام و مذاهب دیگر جز تشیع آزادی تبلیغ دین و مذهب خود را نیز ندارند. برای نمونه مسلمانان سنی مذهب حق داشتن مسجد در شهر تهران را ندارند. آیین بهایی که اسلام را واپسین دین نمی‌داند از نظر مسلمانان بدعت است و در مقوله دین به رسمیت شناخته نمی شود. با این همه جمعیت قابل توجه بهاییان در ایران به دردسری چاره ناپذیر برای حکومت بدل شده است.
زیرا نه امکان سلب حق شهروندی آنها وجود دارد، نه میل به احترام به حقوق شهروندیشان. فتوای آیت الله خامنه‌ای علیه بهائیان تازه نیست. این فتوا سالها پیش در وبسایت رسمی او و همچنین در کتاب اجوبة الاستفتاءات نشر یافته بود. همچنین فتوای آیت الله خامنه‌ای بر اساس رأی غالب فقیهان شیعه در این باب است. حقوق شهروندی بهائیان. در اردیبهشت 1387 آیت الله حسین علی منتظری در پاسخ به پرسشی نوشت: از آنجا که بهائیان اهل این کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. خرسندی سازمان‌های حقوق بشری و نیز پیروان آیین بهایی از چنین فتوایی باعث شد آیت الله منتظری در ماه خرداد همان سال در پاسخ به پرسش دیگری انگلیسی بودن آیین بهایی را تأیید کند و بنویسد: باید مواظب باشیم جوانهای ما گرفتار آنها نشده و منحرف نشوند و آنچه من در رابطه با آنها نوشتم منافات با ضاله و منحرف بودن آنان ندارد. مقصود این بود که برخوردهای تند با آنان نتیجه معکوس دارد. پایان نقل قول. یاد کردن از حقوق شهروندی در متن فتوا به خودی خود امری تازه بود، چه رسد به اینکه مجتهدی بهائیان را برخوردار از حقوق شهروندی بداند. اما واقعاً آیا آیت الله منتظری درکی امروزی از حقوق شهروندی داشت؟ در همان ماه و در پاسخ به پرسشی تازه آیت الله منتظری نوشت: حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود. او در پاسخ به همان پرسش تأکید کرد: نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر سالهای قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است. پایان نقل قول. متن این پاسخ کمی فهم مراد آیت الله منتظری را دشوار می کند. به نظر می رسد درک او از حقوق شهروندی چیزی بیش از عبارتهای کلی مانند برخورد با رأفت اسلامی نیست. استناد او به سخن امام علی که دلت را از رحمت به رعیت آکنده کن و درنده تندخو نباش که آنان یا برادر دینی تو یا بشری مانند تو هستند، چنین برداشتی را تقویت می کند. احتمالاً تعبیر حقوق شهروندی نه به قصد اشاره به معنای دقیق حقوقی امروز آن که زیر تأثیر گفتار حقوق بشری رایج به کار برده شده است. آیت الله منتظری در رساله توضیح المسائل خود آورده است: کسی که خدا، توحید یا نبوت را انکار کند کافر است و بنابر مشهور و احتیاط واجب نجس. همچنین کسی که خاتم الانبیا محمد را انکار کند طبق این فتوا حتی اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان هم نجس هستند. حقوق شهروندی و فقه. حقوق شهروندی مفهومی است استوار بر انسانشناسی فلسفی خاصی. در این انسانشناسی انسانها با هم از حیث انسان بودن برابرند، ولی پیش‌فرض‌های انسانشناختی فقه در تعارض با اصل برابری میان انسان هاست. در فقه از جمله میان زن و مرد، سید و غیر سید، کودک و فرد بالغ، دیوانه و عاقل، برده و آزاد، شیعه و سنی، مسلمان و کافر، کافر ذمی و کافر حربی و حلالزاده و حرامزاده تبعیض‌های حقوقی وجود دارد. انسانها با یکدیگر برابر نیستند و حقوق و تکالیف یکسانی ندارند. یکی از بزرگترین معضلات اسلام فقاهتی از آغاز سده 20 به این سو مسئله زن بوده است. مسئله زن از منظر فقهی بیش از هر چیز به مشکل فقدان اصل برابری در فقه باز می گردد. به نظر می رسد آیت الله منتظری مسئله حقوق شهروندی را به معنای دقیق آن به کار نبرده و بیشتر مرادش ضرورت مدارا با بهائیان به دلایل سیاسی و اجتماعی بوده است. اما ورود مفهوم حقوق شهروندی به خودی خود کافی است سراسر نظام فقهی را به طوفانی معرفت شناختی و انسان شناختی گرفتار کند.
از سوی دیگر با هر گونه ایدئولوژی نمیتوان حقوق شهروندی داشت. دولت باید نسبت به عقاید شهروندان از جمله عقاید دینی آنها بی‌طرف باشد تا بتوان از آن انتظار داشت حقوق شهروندی آنها را پاس بدارد. معلوم نیست کسانی مانند آیت الله منتظری واقعاً حقوق شهروندی را به شکلی در می‌یافتند که به بی‌طرفی دولت در امر دین و عقیده بیانجامد و در نتیجه حکومت عرفی و غیر مذهبی را موجه بدانند. با توجه به اینکه آیت الله منتظری تأکید می‌کند نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر سالهای قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است، درباره مراد او از حقوق شهروندی بهائیان نیز باید به چشم احتیاط نگریست. حقوق شهروندی بهائیان به دشواری در حازمه فقه گواردنی است. به این دلیل مهم، مفاهیمی مانند حق، برابری و شهروندی در پی تغییر این یا آن فتوا با فقه آشتی نمی کنند. بدون انقلاب در مبانی فقه نمیتوان اسلام را با این مفاهیم سازگار کرد. پینویس‌های مربوط به این نوشتار در صفحه 600 آورده شدند. 2 قرن نبرد، انگیزه‌های اقلیت هراسی شیعه. نشر نخست، مصاحبه با وبسایت آسو، بهار 1395 2016 به بهانه دیدار جنجالی فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از رهبران بهایی که از قضا مدتی را با همدیگر در زندان اوین گذراندند. وقتی خبر دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی را شنیدید چه چیزی به ذهنتان رسید؟ پایان پرسش. مسئله مهم این است که یک کسی هست که از امتیازی برخوردار است و آن انتساب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی است. این امتیاز را اکثریت قریب به اتفاق شهروندان ندارند. از نظر من این اتفاق خوبی بود که چنین کسی سعی می کند که مرزهای تابوهای جمهوری اسلامی را بشکند و از خطوطی عبور می کند که تا به حال از آنها عبور نشده است. اگر شهروندان عادی بخواهند از این خطوط عبور کنند، هزینه بسیار زیادی برایشان خواهد داشت، چون امتیازهای خانم هاشمی را ندارند. پیش بینی هم می کردم که این ملاقات یک حربه چند منظوره دست حکومتی بشود. حربه‌ای علیه پدرش در مجلس خبرگان و هم برای فشار آوردن به خانواده هاشمی. همچنین حکومت چنگ و دندانی هم به دیگران نشان بدهد و نگذارد قبح ارتباط با بهائیان برای دیگران از بین برود. پایان پاسخ. اما با وجود حمله گسترده ائمه جمعه به این ملاقات، افرادی از خانم هاشمی دفاع می کنند. از طرف دیگر گروه بزرگی از فقها هم سکوت می کنند. موضع فقها و مسلمانان ایرانی در برابر این جریان چیست؟ پایان پرسش. بله، این نکته خیلی جالبی است. افراد مختلف به دلایل مختلف سکوت کردند. گروهی می‌ترسند اگر مخالفت خود را با خانم هاشمی ابراز کنند، از آن برای فشار به آقای هاشمی استفاده شود. مخصوصاً اصلاح طلبانی که می‌خواهند آقای هاشمی دست بالا را داشته باشد، نه اینکه موافق کار خانم هاشمی باشند. بخش عمده‌ای از فقها هم سکوت می‌کنند چون حرفی ندارند بزنند. چون اگر بخواهند برخی مسائل فقهی را برجسته کنند، شاید نسل جوان در برابرش شوکه شوند. هنوز در فقه ما مسیحیان و یهودیان باید جزیه بدهند. اینها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند. اما طبق اصول فقهی نجسند و در روز بارانی نباید از خانه بیرون بیایند، چون آب باران به اینها می‌خورد و همه جا را نجس می‌کند. نمی‌خواهند اینها را مطرح کنند، چون می‌دانند که چیزی جز شرمساری برایشان نخواهد داشت. یکی دو نفری هم ضد بهائی‌ها فتوا دادند، اما تبلیغ این فتواها کاملاً به ضرر روحانیت و نهاد مرجعیت خواهد بود. کسی که از عقل سلیم برخوردار است نمی‌تواند قبول کند که با گروهی از انسانها ارتباط انسانی نداشته باشد، با ایشان دست ندهد، غذا نخورد و امثال اینها.
فکر می‌کنم کسانی مانند آیت الله سیستانی که درک اجتماعیشان از بسیاری فقهای حکومتی بیشتر است، ترجیح می‌دهند این موضوع را مسکوت بگذارند. به نظر من این کاری که خانم هاشمی کرده یک نقطه عطف در تاریخ بهایی ستیزی بعد از انقلاب است، چون توانسته این موضوع را وارد گفتگوی اجتماعی بکند. مثل این است که کسی سرطان داشته باشد و فکر کند با نادیده گرفتنش و با دکتر نرفتن خوب خواهد شد. بهایی ستیزی هم ننگی است بر پیکر جامعه شیعی و ایرانی. هر قدر هم در موردش سکوت شود از بین نمی رود. بهایی ها هم در حد خودشان سعی می کنند که این مسئله را طرح کنند، اما صدایشان به گوش نمی رسد. اینکه یک نفر با اسم و رسم سیاسی بیاید و این کار را بکند باعث می شود که موضوع به بحث گذاشته شود. مهم نیست مرجعیت، ائمه جمعه، روحانیان و علما چه میگویند. مردم عادی مهم هستند. ممکن است خیلی از مردم از این فتواهای فقهی در مورد غیر مسلمانان آگاه نباشند. ممکن است خیلی ها بهایی ها را نشناسند. خب می روند و مطالعه می کنند. رسانه ها در موردشان می نویسند. تمام اینها موجب می شود که سکوت یا عدم سکوت بهایی ستیزان به نفع بهاییان تمام شود. الان با مسئله بسیار مهمی روبرو هستیم که یکی از مصادیق عمده نقض حقوق بشر در دنیاست. یعنی اگر ائمه جمعه 3 هفته دیگر علیه بهاییان صحبت کنند، باز هم بیشتر به نفع بهاییان است. برای اینکه مردم میپرسند که مگر این مسئله چه اهمیتی دارد که چنین اصل اولیه انسانی با توجیه فقهی نادیده گرفته می شود. پایان پاسخ. چه اتفاقی افتاده که پس از این همه بهایی ستیزی در ایران، 2 انسان که قبلا با هم در زندان بودند، حالا صرف نظر از عقایدشان با هم بیرون از زندان ملاقات می کنند؟ آیا این می تواند مبنایی برای یک آشتی ملی باشد؟ پایان پرسش. بهایی ستیزی 2 مرحله دارد. یک مرحله از سوی نهادهای مذهبی شیعه مثل مرجعیت است. این از تولد بهاییت تا پیروزی انقلاب ایران بوده. همیشه روحانیت هم مردم عادی و هم تا جایی که زورش می رسیده حکومت را ضد بهاییان تحریک می کرده است. وقتی هم که حکومت توان مقابله با روحانیت را ندارد، بهایی ستیزی می کند. این را من بهایی ستیزی دینی می نامم. در این دوره انگیزه ها بیشتر دینی است، مثل انجمن حجتیه. با انقلاب ایران نوع جدیدی از بهایی ستیزی ظهور می کند که بهایی ستیزی ایدئولوژیک است. فرق آن با قبل از انقلاب این است که دیگر در کنار آن اقلیت ستیزی هم هست و بهایی ها دیگر تنها گروهی نیستند که سرکوب می شوند. درویش ها که شیعه های اثناعشری و مثل بهایی ها آدم های فوق العاده بی آزار و از اقشار مختلف مردم هستند، صوفی ها، اسماعیلی ها که شیعه هستند و ایران همیشه از کانون های اصلی اسماعیلیه بوده، هیچ کدام قبل از انقلاب مورد آزار نبودند. ما پیش از انقلاب اسماعیلی آزاری نداشتیم، به این شکل که درویش ستیزی نداشتیم. این ستیز ایدئولوژیک انگیزش دین نیست. یک نظام اقتدارگرایی به وجود آمده و از هر گونه تجمع و سازماندهی که خارج از کنترل دولت است می‌هراسد. به عبارت دیگر، نظام‌های اقتدارگرا فقط خودشان را به رسمیت می‌شناسند و هر کس که غیر از اوست باید یک شهروند تنها باشد که بتواند او را با ماشین قدرتمند سرکوب از بین ببرد. الان ما در دوره‌ای هستیم که علاوه بر بهایی ستیزی دینی و سنتی، نوع دیگری بهایی ستیزی داریم که با بهاییت چون یک هویت اجتماعی است مبارزه می‌کند. حالا اگر چند خانم در پارک لاله به اسم مادران صلح دور هم جمع شوند، نیروی انتظامی به آنها حمله می‌کند و کتکشان می‌زند، چون این جمع شدن یک هویت اجتماعی خارج از کانون اقتدارگرایی حکومت است. انتشارات مرغ آمین را به آتش کشیدند، چون یک میز داشت و چند تا روشنفکر دور آن می نشستند و قهوه می خوردند و راجع به ادبیات و شعر حرف می زدند. پس ما در یک دوره جدیدی هستیم که بسیار خطرناکتر است. بهایی ها چند ویژگی دارند. اول اینکه تعدادشان زیاد است. ما تعداد زیادی درویش و صوفی داریم،
اما آنها هم چند شاخه میشوند و یک دسته نیستند. دوم اینکه یک سازماندهی خودجوش دارند، یعنی هر جا که 9 بهایی باشد یک سازمان درست می‌کنند و امورشان را اداره می‌کنند. این در ایران بی‌نظیر است که افراد معمولی طوری تربیت شوند که سازمان درست کنند و خودشان را اداره کنند. سوم، استقلال مالیشان است. اینها وابسته به دولت نیستند. اینها با پولهای خودشان جامعه را اداره می‌کنند. چهارم، چون از سیاست و خشونت رسما پرهیز می‌کنند، هرگز حربه‌ای دست حکومت نمی‌دهند که سرکوبشان کند و وجاهت خود را حفظ کند. برای همین است که جمهوری اسلامی از بهایی‌ها می‌ترسد. علت این که دولت از تشکیل دانشگاه بهایی می‌ترسد، تربیت دکتر و مهندس نیست. علتش این است که این دانشگاه خودش یک سازمان مستقل از حکومت است و حکومت کنترلی روی آن ندارد. حکومت از تشکیل یک حزب کوچک در داخل خودش می‌ترسد. حالا یک جامعه‌ای هست که از شمال تا جنوب ایران همه علنا میگویند بهایی هستند. علاوه بر این، به تعبیر خوب میگویم، یک خیره‌سری هم دارند که هر اندازه هم آزارشان بدهی دست به خشونت نمیزنند. اگر داستان هابیل و قابیل را در قرآن نگاه کنید، هابیل به قابیل میگوید که اگر دستت را به سمت من دراز کنی که من را بکشی، من دستم را روی تو بلند نمی کنم. یک تاریخی شکل گرفته بر این اساس که کسی زور کشتن را دارد پیروز نیست و جمهوری اسلامی آن طرفی است که زور کشتن دارد و با زور شکست می‌خورد و فکر می‌کند که زور جای حق را می‌گیرد. ما در داستان بهایی‌ها و جمهوری اسلامی یک نبرد تاریخی داریم. نبردی که در سپیده دم تاریخ و روایتی افسانه‌ای است. زور در برابر حق. ممکن است در این نسل خیلی ها آزار ببینند، اما همچنان که در تاریخ جلوتر می رویم می بینیم که بخش بزرگی از جامعه ایران متفاوت از نیاکانشان فکر می کند و این دین چنان گسترش جهانی پیدا کرده که دیگر سازمان‌های بین المللی از حقش دفاع می کنند. زور ماندنی نیست. حق هرگز از بین نمی رود. حتی انسان مرده هم حق دارد. پایان پاسخ. آیا در بین طلبه‌ها و دانشجویان علوم دینی تغییری می‌بینید؟ آیا آنها با وجود اینترنت و ارتباط با دنیا هنوز به نجاست به تعبیر آقای مکارم شیرازی و سایر مراجع معتقدند؟ پایان پاسخ. ببینید، نسل جدید طلبه‌ها دچار بحرانند. قبلا میگفتند برویم علم دینی بخوانیم، اما طی 20 و چند سال گذشته بخش عمده افرادی که وارد حوزه میشوند میآیند که به حکومت بپیوندند، امام جمعه بشوند، رئیس عقیدتی سیاسی بشوند و امثال آن. اینها انگیزه‌ای برای تحصیل ندارند و نظر مستقلی هم ندارند. گروه اقلیتی هم هستند که افراد باهوشی هستند و با انگیزه‌های دینی آمدند و الان دچار سردرگمی‌اند. مثلا یک زمانی که من خودم درس خارج می‌خواندم، با خودم میگفتم که اینها به چه دردی می‌خورد. به قول فرنگی‌ها irrelevant است. مثلا ما فصل قضاوت اسلامی را می‌خواندیم، مگر حکومت بر اساس قضاوت اسلامی اداره می‌شود؟ نه. مجلس شورای اسلامی هست، قوه قضاییه هست، قوه مجریه هست، دست آخر یک رهبر است که می‌تواند جای همه تصمیم بگیرد. یا مثلا بخش بزرگی از فقه مربوط به احکام بردهداری است و ما اینها را می‌خواندیم، همینطور احکام خرید و فروش کنیز. طبیعتاً بحث نجاست کافر و احکام تبعیض آمیزش را می‌خواندیم. حتی بزرگان حوزه هم متوجه شده بودند که این مسئله انسانی نیست و با هیچ خرد سنجیده و میانگینی سازگار نیست. برای همین آقای منتظری به عنوان یک احتمال، آن هم نه فتوا، گفت این نجاست یک نجاست سیاسی بوده، نه نجاست واقعی، و آن موقع می‌خواستند کافران را از جامعه طرد کنند. به عبارتی کسانی که اهل کتاب هستند پاک هستند، مگر اینکه به چیز نجسی مانند شراب آلوده شوند. اخیراً این نظر مطرح می شود که اهل کتاب طهارت ذاتی دارند، اما مشکل اینجاست که بهاییان را اهل کتاب نمی دانند. اهل کتاب محدودند به یک گروه خاص.
مثلا بودایی‌ها و بسیاری از ادیان دنیا که میلیون‌ها پیرو دارند را اهل کتاب نمی‌دانند. این بحث نجاست گرهی است که باز شدنی نیست. با حقوق شهروندی سازگار نیست، با انسانشناسی مدرن سازگار نیست، با تلقی ما از یک جامعه انسانی سازگار نیست. طلبه ها سرگردانند. بینشان خیلی ها به اصطلاح کافر مخفی اند. یعنی اعتقادشان را به خیلی از چیزها از دست دادند. اما بخش دیگری هم هستند که دوست دارند چارچوب فکری و هویت طلبگیشان را حفظ کنند. اما این معضلات قابل حل نیست. مشکل همینجاست که اساس فقه اشکال دارد. فقه یک خانه بزرگی نیست که فقط یک اتاقش ایراد داشته باشد، بلکه تمام این ساختمان برای یک دنیای دیگر ساخته شده و با دنیای ما بیگانه است. در فقه تمام رابطه خدا با انسان بر اساس رابطه ارباب با بنده است. رابطه مرجع تقلید و مقلدش رابطه سرور و یک پیروست. همینطور رابطه زن و شوهر. در سراسر فقه رابطه خدایگان و بندگی استوار است و برای همین هم هست که همه اش تبعیض است. کل این نظام فقهی بر اساس تبعیض استوار شده. بنابراین نمی شود کاری با آن کرد. خیلی سخت است که از طلبه جوانی که آنجا هست انتظار داشته باشیم هم این قدرت فکری و هم این استقامت شخصیتی را داشته باشد که علیه آن نظام شورش کند و دلیرانه منسوخ بودن این نظام فقهی را اعلام کند. آیا امیدی به اصلاح نظام فقه هست؟ اگر نه، چه راه گریزی برای جامعه از این دستگاه وجود دارد؟ پایان پرسش. معتقدم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، روحانیت اصلاح نخواهد شد. روحانیت مدرن می شود. به این مفهوم که همه چیز کامپیوتری می شود، بوروکراسی مدرن می آید، با لپتاپ و آیپد می روند درس خارج می دهند. همانطور که جمهوری اسلامی هم خیلی مدرن است. به این معنی که خطرناکترین بخش‌های سنت را با مثلا تکنولوژی هسته‌ای پیوند داده است. این شهوت تکنولوژیک در حوزه‌ها هم هست. شهوت بوروکراتیک در حوزه‌ها هم هست. شما نمی‌دانید چقدر نهادها و سازمان و مرکز در حوزه‌ها درست شده. نهادسازی یکی از سرچشمه‌های لذتیابی دنیاگرایانه سازمان روحانیت است. اما اصلاح شدن و مدرن شدن به معنی دموکراتیک شدن، به مفهوم اخلاقی شدن، به مفهوم سازگاری با انسانشناسی لیبرال و جدید در ظل جمهوری اسلامی اتفاق نخواهد افتاد. به این علت که جمهوری اسلامی روحانیت را به اشکال مختلف فاسد کرده است. از یک طرف رود عظیمی از پول و منافع اقتصادی را به سمت حوزه‌ها جهت داده است، به طوری که مرجع تقلید موافق حکومت در قم دیگر نیاز چندانی به خمس و زکات مردم ندارد. با آن امتیازهایی که از حکومت دارد میتواند فعالیت اقتصادی بکند و پول داشته باشد. دیگر وابستگی اقتصادی به مقلد خودش ندارد و هر کار مایل باشد میکند. برای همین به شدت فاسدند. دوم اینکه حوزه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی یک پادگان بزرگ است. یعنی شما نمیتوانید هر عقیده‌ای دارید بگویید، حتی از نظر فقهی. ما چقدر آیت الله های سنتی داشته ایم که درباره ولایت فقیه رساله نوشتند و دیدگاهشان با آقای خامنه‌ای متفاوت بوده و بعد سرکوب شدند، زندان رفتند، کتابهایشان ممنوع شده و غیره. روحانیت زمانی فرصت اصلاح پیدا می کند که از قدرت سیاسی و ثروت نامشروع فاصله بگیرد. آن زمان خواهد فهمید که قدرتش باید قدرت فکر باشد. زور روحانیت الان زور فکری نیست. روحانیت الان تمام برنامه‌هایش را با ثروت کلان و مبتنی بر تبعیض و با قدرت سیاسی کاملا غیر دموکراتیک پیش می‌برد. فکر لازم نیست. شما نمی توانید با روحانیت بحث کنید و با استدلال زورآزمایی بکنید و در محیطی برابر با روحانیت حرف بزنید. جمهوری اسلامی یک ماشین هیولاوش عظیمی است که از سپاه پاسداران تا آستان قدس و بنیاد مستضعفان را در اختیار دارد. فکر می کنم که سرنوشت روحانیت به این خاطر غم انگیز است. این نظام همینطور روحانیت را با خودش پیش می کشد.
وقتی که این نظام فرو بپاشد، روحانیت آسیب بی‌سابقه‌ای خواهد خورد، چون روحانیت شیعه هرگز در تاریخ 1000 ساله خودش اینقدر به حکومت وابسته نبوده و درست به همان اندازه که الان وابسته است، شکست جمهوری اسلامی به شکست سنگینی برای روحانیت بدل خواهد شد. پایان پاسخ. آیا این اقدام خانم هاشمی که یک خانم مذهبی و محجبه است که به دیدار یک خانم بهایی رفته میتواند مقدمه‌ای بر چنین دیدارهایی و نجاست زدایی از نجس‌ها شود؟ پایان پرسش. قطعاً این طور خواهد شد. این ملاقات تابویی را شکست و آتشی زد بر خرمن جهالت بسیاری نسبت به آیین بهایی. ما به تدریج خواهیم دید که قبح ارتباط با بهاییان از بین می رود. این ناگزیر است و سرنوشت جامعه ایران است. جامعه ایران به تدریج که مدرن می شود از این مقولات و تابوها مانند نجاست فاصله می گیرد. هیچ کس نمی تواند جلوی این را بگیرد. روحانیت زمانی با بلندگو و گوجه فرنگی و مدرسه مخالف بوده است و حالا خودش در تأسیس و ترویج این چیزها نمی‌خواهد از بقیه عقب بماند. قبول جامعه‌ای که شهروندان در آن مسالمت آمیز زندگی کنند امری ناگزیر است و تا زمانی که روحانیت این را نپذیرد تنش خواهد بود. این تنش‌ها این فرایند را فقط کندتر می‌کند و ممکن است هزینه‌ها بیشتر شود، ولی در نهایت بازندگان آن کسانی هستند که به اصطلاح در سمت اشتباه تاریخ قرار دارند. من خودم روحانیان بسیاری را میشناسم که هیچ حرفی نمیزنند، ابراز عقیده نمی کنند، اما در عمل می نشینند و با بهاییان غذا می خورند و این مسائل برایشان مطرح نیست. این به تدریج اتفاق می افتد. الان انتخابات برای جامعه ایران خیلی مهم است و روزی خواهند فهمید که انتخابات در جامعه‌ای که همه‌شان شهروند و برابر نباشند سرنوشت هیچ کس را تعیین نخواهد کرد. و ما به تدریج خواهیم فهمید که تجدد فقط ساختمان جدید برای مجلس و ماشین مدل جدید نیست. تجدد این است که من با همسایه‌ام فارغ از اینکه چه عقیده‌ای دارد بتوانم مثل برادر و همکیش خودم رفتار کنم. این اتفاق در جریان است و رویدادهایی مثل این ملاقات شتاب این روند را بیشتر می کند. پایان پاسخ. آیا بهایی ها می توانند به این روند کمک کنند؟ آیا کاری بوده که باید تا به حال می کردند و نکردند؟ پایان پرسش. من از همه کارهایی که بهایی ها کردند خبر ندارم. برای همین به بخش دوم سوال نمی توانم پاسخ بدهم. اما به نظرم در جامعه بهایی نیاز به یک بسیج روشنفکری داریم. جامعه بهایی مثلا اگر یک جامعه 500,000 نفری است در مقابل یک جامعه 80 میلیونی قرار دارد با تاریخ بلندی از جهالت نسبت به آیین بهایی. نه تنها نسبت به آیین بهایی بلکه نسبت به مقوله های مدرن. خیلی از آدم‌ها در عمرشان اصلاً یک بهایی هم ندیدند. ممکن است فکر کنند که بهایی‌ها موجودات خطرناکی هستند که از یک طرف به اسرائیل وصل هستند، از یک طرف به انگلیس و غیره. یک بسیج فکری در جامعه بهایی لازم است که خودش را آماده کند برای تعامل فکری، برای پاسخ دادن به بسیاری از پرسش‌ها، روشن کردن هزاران نقطه کور در تاریخ ما و همینطور سعی برای رسیدن به یک زمینه مشترک با روشنفکری غیر بهایی در ایران. از روشنفکران دینی گرفته تا روشنفکران سکولار. فکر نمی کنم روشنفکران سکولار هیچ وقت بتوانند خودشان را از بحث کنار بکشند. اینکه بگویند بهاییان هم مثل ما شهروندند و حقوق دارند و سخنانی از این قبیل خوب است، اما اصلاً کافی نیست. کار روشنفکر که بیانیه صادر کردن نیست. کار روشنفکر کار روشنفکری کردن است و آن این است که ببینیم که چه هنجارها، ارزشها و معیارهای اخلاقی و سیاسی برای ما مهم است و در تناظر با جامعه ایران گره‌های کور کجاست. من فکر می‌کنم که مسئله دیانت بهایی هم یکی از گره‌های کور جامعه ماست. اگر مسئله بهاییت روزی در ایران حل شود، نشانه و شاخص این است که ما از لحاظ توسعه سیاسی به درجه بسیار بالایی رسیده ایم.
بنابراین هر کس که دغدغه توسعه سیاسی دارد نمیتواند مسئله دیانت بهایی را نادیده بگیرد. باید وارد بحث شد و اول پرسش‌ها را مشخص کرد. هنوز بسیاری از پرسش‌ها را نپرسیده ایم. اگر بسیاری از پرسش‌های قدیمی را جور دیگری طرح کنیم، شاید زودتر به جواب برسیم. به نظر من یک جنبش روشنفکری لازم است که در آن بخش‌های مختلفی از جمله جامعه روشنفکران دینی مشارکت کنند. روشنفکران دینی هم نمی‌توانند فقط به اعلام مخالفت با آنچه بر سر بهایی‌ها رفته بسنده کنند. خب بعدش چی؟ خیلی از آدم‌های معمولی هم مخالفند. کار روشنفکر دینی این است که به ما بگوید در دینی که می‌خواهد اصلاح کند و یا در نسخه قابل دفاع دینی که می‌خواهد معرفی کند مسئله بهاییت کجاست و چه نسبتی با سایر مسائل توسعه فرهنگی و دموکراسی و لیبرالیسم دارد. اگر روشنفکر دینی این کار را نکند، یعنی با عافیت طلبی فقط دارد به منفعت خودش می‌پردازد. فکر می‌کنم نه تنها شاخص توسعه سیاسی، بلکه یکی از مهمترین شاخصهای دلیری فکری در جامعه ایران پرداختن به مسئله بهاییت است. یعنی کسانی باید باشند که نه تنها ساعتها و روزها، بلکه عمرشان را سر این مسئله بگذارند. برای اینکه ما مسائل زیادی از مشروطه تاکنون داریم که دقیقاً به خاطر نادیده گرفتن و غفلت از آنها هنوز درگیرشان هستیم و اگر این مسئله بهاییت را امروز در نسل و عصر خودمان جدی نگیریم و نسبتش را با بقیه مسائل اساسی جامعه ایران بررسی نکنیم، چه بسا که ما 100 سال دیگر هم درگیر همین نقض حقوق اولیه انسانها باشیم. شهر بهایی ستیزان، بهاییان قم. وقتی مأموران علی محمد باب را می بردند، او از آنان خواست که به شهر قم وارد نشوند. باب می گوید من شخصاً دوست نمی دارم که به این شهر وارد شوم. بهتر است که از کنار شهر عبور کنیم و وارد شهر نشویم. زیرا اینجا شهر خبیثی است. نفوسی که در آن ساکنند شریر و فاسقند. این معصومه بزرگواری که در این شهر مدفون است و برادر ارجمندش و اجداد گرامیش همگی از این مردم فاسق فاجر بیزارند. اینها ظاهراً این مقام را احترام می کنند، ولی در باطن حتک حرمت این مقام مقدس هستند. در قول فخر رجالند و در عمل ننگ امم. پایان نقل قول. این سخن را احتمالاً باب وقتی گفته است که مردم قم بسیاری از هواداران قمی او را آزرده بودند. قم که از عهد صفوی به بعد از حالت قریه‌ای کوچک به در آمده بود، دارالایمان خوانده میشد. شهری که مردمش تربیت مذهبی بیشتری نسبت به بسیاری شهرهای دیگر داشتند. طبیعی به نظر می رسد که به همین دلیل دعوت باب بسیاری از قومی‌ها را به سوی خود جذب کرده بود. کسانی که به دیانت بهایی در این شهر گرویدند بیشتر یا از اشراف و بازاریان بودند یا از اهل علم. دیانت بهایی برای طبقه متوسط به بالای جامعه کشش بیشتری داشته است. کتاب تاریخ امر بهایی در شهر قم اثری بی‌نظیر در تاریخ نگاری این شهر است. بخش عمده کتاب شرح مصائبی است که بر خاندان نواف رفته است. برادران نواف از اشراف قم و ساکن 4 مردان بودند. برادران نواف و اعضای مظلوم آن دو هرگز در آن سالها نیاسودند. هر بلایی تحمل کردند. بارها آنان را از ورود به حمام مانع شدند. کسبه با آنان معامله نمی نمودند. اشرار بدانان اهانت می کردند. فرزندان اشرار و حتی خود آنان به خانه نوافان مرتباً سنگ می انداختند. بارها آنان را مضروب نمودند. پایان نقل قول. دکتر نصرت الله محمد حسینی که ظاهراً خود از تبار بهاییان قمی است، با دقت و امانتداری بسیار پژوهش خود را بر اساس اسناد و مدارک چاپ شده و چاپ نشده و پاره‌ای اسناد خانوادگی انجام داده است. کتاب در گونه تاریخ نگاری مذهبی است و شاید خواندنش برای کسانی که با ادبیات مذهبی بهایی آشنا نیستند آسان نباشد.
اما بی تردید برای علاقمندان به تاریخ شهر قم و تاریخ بهائیان بسیار خواندنی و آموختنی است. یکی از نکته‌های جالب در این کتاب تنش میان دولت و علما در برخورد با بهائیان است. وقتی مظفرالدین شاه دست بالا را دارد با آزار بهائیان مخالفت می‌کند. حاج صادق مجتهد از روحانیان متعصبی بوده که مردم را در این شهر علیه بهائیان بسیج می‌کرده است. وقتی برادران نداف عریضه‌ای به شاه می‌نویسند، از سوی شاه پاسخی خطاب به حاکم قم می‌آید. جناب امیرالامراء العظام، امیر تومان حکمران قم، زید عمره، البته بر حسب امر جهان متاع مبارک ارواحنا فداه در این باب رسیدگی نموده، به میزات شرع قدغن نمایید کسی متعرض عارضین نشود و آسوده باشند. پایان نقل قول. اصلاحیه صفحه 612. برادران نداف از اشراف قم و ساکن چهار مردان بودند. برادران نداف و اعضای مظلوم آن دو هرگز در آن سالها نیاسودند. هر بلایی تحمل کردند، بارها آنان را از ورود به حمام مانع شدند، کسبه با آنان معامله نمی نمودند، اشرار بدانان اهانت می کردند، فرزندان اشرار و حتی خود آنان به خانه ندافان مرتباً سنگ می انداختند. بارها آنان را مضروب نمودند. پایان نقل قول. پایان اصلاحیه. حاج صادق مجتهد چنان مردم را تحریک کرده بود که اشرار آماده قتل برادران نداف بودند. ظاهراً آنقدر آزار بهائیان در این شهر شدت می‌گیرد که امروزه به سختی می‌توان مؤمنی بهایی در قم یافت. در تحلیل بهایی ستیزی باید بیشتر بر روحانیت شیعه در مقام اقتداری اجتماعی نه اقتداری سیاسی تأکید کرد. طرح بهایی ستیزی مانند یهودی ستیزی به مثابه مسئله اجتماعی بیشتر به ما کمک می‌کند ریشه‌های طرد و نفی دیگری را در جامعه ایران دریابیم. بخش عمده‌ای از کار روحانیت دیگرسازی برای جامعه و تضمین قدرت خود از راه بسیج مردم برای مبارزه با آن دیگری است. دشمنسازی یا دوگانه خدا شیطان برای هویت بخشی به روحانیت ضروری است. پایان کتاب. Beyond the Hijab on Clergy, Sharia and State by مهدی خلجی. Abogaboo.com